نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. همانطوری که میدانید در برنامه آن روی سکه ما بعضیاً در مورد حوادثی که در جهان اسلام در هفته‌ای که گذشت اتفاق میفته برنامه میگذاریم و یکی از مهمترین مسائلی که در هفته گذشته در افکار عمومی در افغانستان و در ایران و در جهان تاثیرگذار بود، قضیه اخراج دست جمعی مهاجرین افغانی از ایران بود. به هر صورت دوستان عزیز، این دفعه اول نیست که رژیم به اصطلاح جمهوری اسلامی و مدعی وحدت و حمایت از مستضعفین در جهان اسلام این جنایات را علیه مهاجران در ایران، مهاجران افغانی مرتکب می شوند. به هر صورت در این مورد انشاءالله در برنامه امروز صحبت خواهیم کرد و انشاءالله عزیزانی که تماس می گیرن هم در مورد موضوع برنامه موافق، مخالف، انتقاد، پیشنهاد، نظر انشاءالله در بخش تماس‌های برنامه خواهیم شنید. به هر صورت در 12 روز جنگی که بین رژیم صهیونیستی و رژیم آخوندی اتفاق افتاد و در آخر اصلا کسی متوجه نشد که برای چی اینا جنگ را آغاز کردن و برای چی صلح کردن و آتش بس کردن. اما حکومت آخوندی دیواری کوتاه‌تر از مهاجرین مستضعف افغانی در ایران پیدا نکرد تا اون کاری رو که نتونست با صهیونیست‌ها انجام بده خلاصه با مهاجرین افغانی انجام داد. دوستان عزیز، ما در یکی از برنامه در مورد وجه تشابه بین روافض و بین یهود صحبت کرده بودیم. از نگاه اعتقادی اینها با هم خیلی شباهت دارن، از نگاه جنایت همچنان. همونطوری که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما علامت اینها رو بیان میکند که ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. دو طایفه هستن که با مسلمانان بیشترین عداوت و دشمنی رو دارن، یک یهود و دیگری هم مشرکین. جنایت علیه مهاجرین افغانی مسئله تازه‌ای نیست. از زمانی که در سال 1357 کودتای کمونیستی در افغانستان شکل گرفت و مردم کم کم مهاجر شدن به کشورهای همسایه، به خاطر هم‌مرز بودن و همزبان بودن و فرهنگ نزدیک، بیشترین مهاجرین به دو کشور ایران و پاکستان مهاجر شدند. شما اگر یک نظری بندازیم به مهاجرین افغانی که در
کشورهای مختلف دنیا زندگی میکنن. بیشترین تعداد در ایران و پاکستان هستند. مهاجرینی که در پاکستان بودن، علی الرغم همه مشکلات و سختی‌هایی که در پاکستان وجود داشت، اما حقیقتاً مهاجرین در پاکستان آزادی که داشتن و چه از نگاه مسکن، چه از نگاه تجارت، چه از نگاه رفت آمد، هیچ مهاجری در هیچ گوشه دنیا نداشت و این واقعیت هایی است که باید گفت. گرچه در این اواخر به خاطر مسائل سیاسی حکومت هایی آمدن در پاکستان و بعضی از اعمالی انجام دادن، اما بحث ما کلن از اول سال 1357 بعد از کودتای کمونیستی و مهاجرت افغان ها به کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان بود. در پاکستان عموما میبینیم که افغان ها در اونجا مدارس داشتن و در مدارس پاکستانی راحت درس میخواندن، در دانشگاه پاکستانی تحصیل کردن و زمین‌های مختلفی رو در شهرهای بزرگ پاکستان مانند پیشاور، کراچی، کویته، در این شهرها حکومت پاکستان به مهاجرین افغانی به طور رایگان، به طور مجانی داده بود و هر کس بر حسب استطاعت خودش، از کسانی که خیمه زده بودند تا کسانی که ساختمان چند طبقه ساخته بودند، هر کس به اندازه استطاعتش در این زمین‌ها برای خودش سرپناهی درست کرد. و ما می‌بینیم که بیشترین تحصیل کرده ها، بیشترین کسانی که به مدارج علمی رسیدن از بین مهاجرینی هستند که در پاکستان زندگی کردند و از پاکستان بعد از اکمال مثلا دورای لیسه یا راهنمایی و دبیرستان به بقیه کشورهای دنیا رفتن، چه به کشورهای عربی چه به کشورهای اروپایی. سطح جرم و جنایت در بین مهاجرین افغانستان که در پاکستان زندگی می‌کردن نسبت به جرم و جنایت در بین پاکستانی‌ها خیلی کمتر بود. شاید یعنی رقمی که اصلاً قابل ذکر نیست. با وجود این که می توانیم بگیم که 90% مهاجرین افغانی که در پاکستان زندگی می‌کردن مسلح بودن. اون کسی که هیچی نداشت تو خونه، یک به قول معروف یک تفنگچه، یک افتیری در خانه داشت. آزادی تنقل داشتن در بین شهرهای مختلف و هر گونه امکاناتی برایشان میسر بود، اما چرا سطح جرم و جنایت در بین مهاجرین افغانی، اعتیاد به مواد مخدر و قتل، دزدی، تجاوز، یعنی اصلا قابل ذکر نیست در طول 45 سال گذشته در پاکستان. برعکس می‌بینیم که در ایران طوری که وانمود می‌کنند در رسانه‌های ایرانی، سطح جرم و جنایت در بین افغان‌ها، قاچاق مواد مخدر و نمیدونم قتل و تجاوز و دزدی و اینها در بین افغان‌ها در ایران زیاد است. یک سری اگر به بقیه کشورها هم بزنیم، می‌بینیم که چه در کشورهای اروپایی یا آمریکایی، در کشورهای آسیایی، در ترکیه مثلا، در کشورهای خلیج، کشورهای عربی که مثلا در عربستان سعودی تعداد زیادی مهاجر افغانی در اونجا زندگی می‌کردن، سطح جرم و جنایت در بین اینها هم به ادناترین درجه میرسه. به طور مثال طی آمار رسمی که دولت عربستان سعودی چند سال قبل نشر کرد، افغان‌ها در رده 147م قرار داشتند در بین مهاجرینی که مرتکب جرم و جنایت شدند در عربستان سعودی. پس چرا سطح قاچاقبری و تجاوز و قتل و دزدی و جنایت در بین مهاجرین افغانی در ایران آنطوری که ادعا می‌کنند در رسانه‌های ایران زیاد است؟ یکی از اسباب این است که حقیقتاً هزاران برابر مهاجرین افغانی در بین خود ملت ایران
سطح جرم و جنایت در حد بالایی قرار دارد. و این واقعیتی است. شما مثلا یک آخوندی بود با هم دوست شده بود در مدینه، یک روزی از این ساختمان‌های دادگاه‌های مدینه در مقابل حرم هست، یعنی پیاده حدود 5 دقیقه با پای پیاده میشه وارد ساختمان دادگاه شد. گفت ببریم اینجا یک بگردیم. خلاصه رفتیم باش داخل. چرا اینقدر خلوته؟ گفتم خب خلوته دیگه. گفت یعنی مردم نمیان به خاطر مشکلاتشون، جنگ و دعوا و فلان؟ گفتم یعنی نه. گفت یعنی سطح جرم و جنایت؟ گفتم والا من الان اون زمان یعنی تقریبا 25 سال است که در مدینه زندگی میکنم. یک نفر در مدینه به تهمت قتل اعدام شده. تعجب میکرد چرا دادگاه اینجا خلوت است. میگفت تو بیا دادگاه ایران رو ببین. یک مشکلی در دادگاه داشته باشی باید 3-4 سال منتظر در صف بمونی تا که به پروندت رسیدگی بشه. جوی که من یعنی از عموم ملت ایران صحبت نمی کنم، اما جوی رو که در ایران آماده کرده بودن و مثلا قاچاقبرها، بزرگترین قاچاقبرها خود ایرانی‌ها بودن. تجاوز جنسی، بیشترین سطح تجاوز جنسی در بین خود ایرانی است. دزدی، کلاهبرداری، اختلاس در سطح حکومتی. شما اگر فقط یک سرچی بکنید در گوگل بنویسید که اختلاس‌های بزرگ آقازاده‌های جمهوری اسلامی، بعد ببینید که چی براتون در میاد. پسر وزیر و پسر آخوند و پسر مرجع تقلید و پسر نمیدونم فلان فرمانده سپاه و که میلیاردها دلار از سرمایه ملت ایران رو به یغما بردن و امروز در ناز و نعمت در اروپا و آمریکا زندگی میکنن. پس محیطی که در اونجا وجود داشت طوری بود که طبیعتاً مهاجرین میرفتن به طرف این جو، طوری مساعد شده بود که مرتکب جرم و جنایت بشن و این معمول بود در بین افغانها که کسی که ایران بره از اونجا معتاد و فاسق و فاجر برمیگرده. برعکس این کسانی که بیشتر در کشورهای مانند پاکستان و کشورهای عربی اونا میرفتن انسانهای وارسته و خوبی بودن. البته این به معنی نیست که من بگم همه مهاجرین افغانی که رفته بودن در ایران بد بودن، نه، این هم درست نیست. اما جرم و جنایت چرا در ایران بیشتر بود؟ به خاطری که زمینه رو خود ایرانی رو مساعد میکردن. مثلا بزرگترین تجارت مواد مخدر رو سپاه پاسداران انجام میده و این یک واقعیتی که هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. بزرگترین قاچاق مواد مخدر در سطح جهان رو سپاه پاسداران انجام میده و در این راستا از مهاجرین افغانی استفاده میکنه و این یک واقعیت هست. از طرف دیگر ایران به خاطر حکومت ایران به خاطر منافع خودش در منطقه از افغانها سوء استفاده کرده. از نگاه نظامی بگیریم، با ساختن تیپ فاطمیون، مزدوران اجیری که در مقابل پول ایران اینها را بسیج کرد و فرستاد در عراق، در سوریه، خاصا در سوریه که جرم و جنایت بکنن و موقعی که برگشتن الان اکثرشون تو ایران هستن و اینها بیشتر از مردم هزاره هستن، شیعیان هزاره هستن. البته این به معنی نیست که مردم شریف هزاره رو ما بد بگیم، نه، مردم شریف هزاره یک قوم بزرگی هستن در افغانستان و مردمان نیک و شریفی هستن. قسمتی از اینها رو، تعدادی از اینها رو، خواستن شیعیانشان رو ایران بسیج کرد به خاطر اهداف نظامی خود در منطقه و طبق خبری که از داخل وزارت کشور ایران یا وزارت داخلی ایران درس کرده، بیشترین جاسوس هایی که به بهانه این جاسوس ها مردم رو، عموم مهاجرین افغانی رو دارن اخراج میکنن از ایران، از کسانی هستن که در همین تیپ فاطمیون و از هزارهای شیعه هستن که ایران خودش اینها رو بسیج کرده بود و اینها بعداً برای
اسرائیل جاسوسی کردن، لوکیشن فرستادن یا به اصطلاح اطلاعاتی رو که در اختیار اونها گذاشتن به خاطر زدن اماکن حساس یا ترور شخصیت‌های مهم. گروه دیگری که در بین این جاسوس‌ها وجود دارن افراد حکومت سابق هستند که بعد از فتح کابل و سقوط جمهوریت اینها با توپ و تانک و حتی با هواپیما و با هلیکوپتر و با سلاحی که در دست داشتن رفتن وارد ایران شدن. اون موقع حکومت ایران از اینا خوب استقبال کرد، سلاحایی رو که آورده بودن گرفتن، حتی بعضی از این سلاح‌ها رو، بعضی از این تانک‌ها رو، بعضی از این نفربرها رو در رژه‌های نظامی استفاده کردن و این وطن فروش‌ها مال ملت رو، پول ملت رو بردن تحویل دادن به حکومت آخوندی. بعد در اونجا خلاصه به اینها امکانات دادن و در اونجا زندگی کردن. طبیعتاً اینایی که به وطن خودشون خیانت کرده بودن، به ملت خودشون خیانت کرده بودن، آیا به ملت ایران، به حکومت ایران، به رژیم آخوندی وفادار میمانند؟ اما این از جمله حماقت‌هایی است که رژیم آخوندی انجام داده. ثانیاً آیا به خاطر مثلا 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 10 نفر جاسوس، 100 نفر جاسوس، 1000 نفر جاسوس باید صدها هزار مهاجر افغانی در بدترین شرایط و به این شکل از ایران اخراج بشن؟ شاید الان یک دوست عزیز ایرانی تماس بگیره بگه که خب غلط کردن آمدن ایران، نمی اومدن، وطن ماست، کشور ماست، برگردن کشور خودشون، نمیخوایم مثلا شما رو. اوکی، مشکل نداریم، شما میتونید این حرف رو بگید. بعد دیگه نیایید از فرهنگ و از همزبانی و نمیدونم از همدلی و از وحدت و از همبستگی و از انسانیت و از تاریخ 2500 ساله و نمیدونم از این مزخرفاتتون نگید. چون کسانی که این گونه فکر دارن انسانهای پست و رذلی هستن که نه تاریخ دارن، نه شرافت دارن، نه وجدان دارن، نه انسانیت دارن. چون ملت افغانستان، باور کنید که همه کشورهای همسایه‌ای که هستن، چه در شمال افغانستان از چین گرفته تا ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و این کشورها، این طرف ایران، پاکستان، کشورهای عربی، خلیج، کشورهای حوزه خلیج، همه اینها مدیون ملت افغانستان هستند. کف پای کودکان پا برهنه افغانستان رو اینها باید ببوسن. میدونید چرا؟ چون اگر اینها نمی بودن، اگر اینها قربانی نمی دادن، اگر اینها 1.5 میلیون شهید نمی دادن و اتحاد جماهیر شوروی رو شکست نمی دادن، جلوی اونها رو نمی گرفتن، امروز ایران و عربستان و قطر و کویت و امارات و پاکستان و همه اینها شده بود جزئی از اتحاد جماهیر شوروی. و تاریخیاً اگر ببینید یک زمانی همین روس‌ها بودن که قسمت‌هایی از ایران را اشغال کرده بودن و بر ایران حکومت می‌کردن. تاریخ ایران رو قبل از جنگ جهانی اول و دوم ببینید، حتی حکومت‌ها را عوض می‌کردن در ایران. تنها ملتی که در طول تاریخ در مقابل متجاوز از اسکندر مقدونی گرفته تا بریتانیای کبیر و تا اتحاد جماهیر شوروی و ناتو و آمریکا ایستاد، ملت افغانستان بود. و اگر اینها قربانی نمیدادند، امروز باور کنید که در ایران این اسمای خانوادگی اینها رو همشون مثل الان در تاجیکستان میبینید، احمدوف، قادروف، کریموف، فلانوف، چوف، کوف، اوف در کنار اسمای خانوادگیشون هست. اگر ملت افغانستان نمی بودن، امروز در ایران خامنه‌ایوف، بروجردیکوف، نمیدونم مکارم شیرازیوف، یک اوف و پف و چوف و کف در کنار اسمای خانوادگی ایرانی ها می بود. و خدا میدونه چه بلایی سر ایران می آوردن.
و این ملت بودن که به قول یکی از پیرمردایی که زجر کشیده بود از این کشورهای همسایه، گفت چه غلطی کردیم ما در مقابل ارتش اتحاد جماهیر شوروی وایستادیم. ای کاش مثل این کشورهای آسیای میانه باشون اتفاق میکردیم، ما یک جمهوری خودمختار زیر پرچم شما، بیاید برید. چون که هدف اون افغانستان نبود. سربازان شوروی وقتی وارد افغانستان شدن، فرمانده کل ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی گفت هدف ما افغانستان نیست، هدف ما این است که این چکمه های گلی خودمون رو در آبهای گرم خلیج بشوریم. هدف اونها خلیج بود، هدف اونها نفت بود، هدف اونها رسیدن به آبهای گرم بود. اما این ملت افغانستان بود که جلوی اونها وایستاد، قربانی داد، شهید داد، زخمی داد. بعد وقتی که به خاطر خدا و پیغمبر هم این کارو نکردن، کشورهای همسایه که مهاجرین افغانی رو قبول کردن، باور کنید هیچ کدومشون به خاطر خدا نکردن. من از ملت ها نمیگم، بله در بین ملت ها، چه در بین ملت ایران چه در بین ملت پاکستان، انسان‌های شریف، انسان‌های وارسته، انسان‌های با وجدان، انسان‌های مسلمان، مؤمن، متدین، همدرد، همدل بودن که با آغوش باز برادران و خواهران مهاجرینشون رو قبول کردن. اما این حکومت‌ها فکر نکنید به خاطر خدا این کارو کردن. اینو فقط به خاطر این بود که کمک بکنن به این افغان‌ها و از اینها استفاده ابزاری بکنن و سالانه میلیون‌ها دلار به نام مهاجرین افغانی از سازمان ملل کمک می‌گرفتن. در همین پاکستان و ایران بهترین کمک‌هایی که از کشورهای مختلف میومد می‌بردن، در انبارهای خودشون ذخیره می‌کردن، برای خودشون استفاده می‌کردن و روغن و برنج و آرد و گندم که تاریخ مصرفش گذشته بود مال خودشون رو بین مهاجرین تقسیم می‌کردن و بله ما کمک کردیم به مهاجرین. اما واقعیت این است که به اندازه‌ای که تونستن سوء استفاده کردن. شما در سال 1357 و 58 و 59 در پاکستان 100 روپیه رو دستتون میگرفتید، همه بازار رو میگشتید، کسی خورد نمیکرد. جاده های اصلی شهرها غیر از جاده های اصلی اسلام آباد و کراچی و اینجا بقیه‌اش آسفالت نشده بود. اما از برکت این مهاجرین بود که این کشورها به نان و نوایی رسیدن. بعدش هم که هر کدومشون به خاطر منافعشون در افغانستان احزاب مختلفی رو تأسیس کردن. به یکی از اسباب جنگ‌های داخلی که از 30 سال به این طرف در افغانستان جریان داشت و الحمدلله در این 4-5 سال اخیر نیست و نابود شدن که الله سبحانه و تعالی دوباره اینها رو برنگردانه به این کشور، از حکمتیار و ربانی و سیاف و مجددی و نمیدونم همین جنایتکارانی که بودن و احزاب شیعی رو که در افغانستان ایران تأسیس کرد. میدونید 12 حزب ایران تأسیس کرد در افغانستان، 12 حزب شیعه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افغانستان، حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، حزب الله افغانستان، جند الله افغانستان، سار الله افغانستان، نمیدونم همه اینا رو بعدن وقتی که نیاز شد همه‌شون رو منحل کرد، همه رو جمع کرد در حزب وحدت مردم افغانستان. و سبب ادامه جنگ، دربدری، مهاجرت، وضعیت بد اقتصادی در افغانستان ایران است، پاکستان است. به خاطر منافع خودشون جنگ‌های داخلی در ایران را انداختن، به خاطر منافعشون در افغانستان احزاب، گروه‌های مسلح به نفع خودشون تأسیس کردن، ملت رو به جان همدیگر انداختن. بعد اون مهاجر افغانی بیچاره‌ای که به خاطر یک لقمه نانی به ایران یا پاکستان مهاجر بشه، با اون بدرفتاری میکنن، اذیتش میکنن، شکنجهش میکنن، میکشن. باور کنید بی ارزشترین انسان افغانی بود در ایران. به این واقعیت است که هم ملت ایران میدونن و هم افغانهایی که ولو برای یک روز در ایران رفتن مشاهده کردن و یقین دارم که با من هم فکر و هم نظر هستن.
شما این ملت رو به جهنم انداختید، شما در بین این ملت نفاق انداختید، شما به نام شیعه و سنی و نمیدونم فلان حزب و فلان گروه به خاطر نفوذ سیاسیتون، به خاطر نفوذ نظامیتون، به خاطر منافع استراتژیکتون در افغانستان این ملت رو به جهنم انداختین و روزی که اینا مجبور شدن مردم عام به کشورهای همسایه مهاجر بشن با اونا این گونه رفتار میکنه و منت هم میگذارن که ما انقدر مهاجر افغانی رو قبول کردیم. بعد از جنگ اخیر به تهمت جاسوسی، حالا چند نفر در بین همه ملت ها انسان های خوب است، انسان های بد هم هست، مگر در بین مردم ایران جاسوس نیست، متجاوز نیست، زناکار نیست، دزد نیست، کلاهبردار نیست؟ تا دلت بخواد هست. به خاطر 4 نفر جاسوس صدها هزار مردم رو از خانه هاشون گرفتن، اموالشون رو مصادره کردن، به غارت بردن. بله، همین ملت که تاریخ 2500 ساله داره خانه های افغانی ها رو غارت کردن. میدونید؟ یکی کفگیر رو برداشت برد، یکی دیگ رو برداشت برد، یکی فرش پاره پاره بیچاره رو برداشتن با خودشون بردن. همین ملتی که تاریخ 2500 ساله داره. در حالی که جاسوسی در سطح بالایی از رهبران و مقامات خود ایران صورت گرفته. من یک نمونهشو خدمت شما عزیزان در اینجا انتخاب کردم، نشون میدم. این رو ببینید. دوستان عزیز اگر قسمت‌هایی از این ویدیو رو نشون بدن. در آخرین روزهای سال 1400 خبری در رسانه‌های دنیا منتشر شد که بیت علی خامنه‌ای را در شوک فرو برد. نفوذ جاسوس موساد به بالاترین سطوح نظام، آبروریزی تمام عیار برای دستگاه‌های امنیتی رژیم به بار آورده بود. کاترین شکدم که حالا نقابش را کنار زده بود، با چهره‌ای متفاوت روبروی دوربین‌های رسانه‌های جهان قرار گرفت و در مصاحبه‌ای اعلام کرد که در زمان حضورش در ایران 100 مقام امنیتی جمهوری اسلامی را از طریق روابط جنسی و صیغه در تور اطلاعاتی خود گرفتار کرده بود. به نوشته تایمز اسرائیل، شکدم غالباً با آخوندها، به گفته خودش ملاها، رابطه داشته که غالباً دارای مقام و پست‌های حساسی در تشکیلات رژیم بوده و از مهمترین منابع اطلاعاتی او به شمار می‌رفتند. ببینید، این یک زن اسرائیلی است، جاسوس اسرائیل. جاسوس اسرائیل وارد ایران میشه، تظاهر میکنه که شیعه شده، مسلمان شده، اینو استقبال میکنن، قم میفرستن، خلاصه به نوبت همه آخوندا باش صیغه میکنن، چون که هر زنی که در ایران بره و در زمان این حکومت شیعه بشه، اولین پیشنهادی که قبل از توحید و یکتاپرستی و نمیدونم اخلاق و فضایل دین که مطرح نیست برای اونا، اولین کاری که میکنن باش صیغه میکنن، کیف خودشونو میکنن. الان این خانم کاترین در کنار رئیس جمهور مقبور سابق ایران رئیسی، شما فکر بکنید که این طرف به کجاها رسیده بوده. بعد دلشون سر مهاجر بیچاره افغانی خالی میکنن که اینا جاسوسی کردن. بی شرفا، شما خودتون جاسوس اسرائیلی میاد ادعای تشیع میکنه، در خانه های شما راه پیدا میکنه، شبها با هر کدام از شماها میخوابه، صیغتون میشه، اطلاعات جمع میکنه از اماکن خوابتون، از خونه هاتون. چطور این سران سپاه رو هر کدومشون تو رخت خوابشون زد؟ به خاطر چی؟ چون هر کدوم اینا با این یک شب خوابیده بودن. حالا یک شبش که خودش اعتراف کرده، بقیه بیش از 100 مسئول جمهوری اسلامی با این صیغه کردن. ادامه رو ببینید. در جریان یکی از این دیدارها او با فرمانده رد بالایی از سپاه آشنا می شود که بعدها این فرمانده کمک بسزایی به نفوذ بیش از پیش شکدم در دستگاه تو در توی نظام می کند. شکدم نقل کرده برای استفاده از قدرت و اعتبار این فرمانده سپاه مجبور شدم چند شب در ویلای او در لواسان تهران کنارش باشم و رابطه من با این مقام سپاه پاسداران در حدی پیش رفت که او بارها به من گفت که عاشقم شده و قصد دارد با من ازدواج بکند. به بهانه آشنایی با احکام و مسائل مذهبی با روحانیون وابسته به حکومت ارتباط برقرار می‌کرده و در اولین ملاقات پیشنهاد ازدواج موقت به آنها می‌داده و آنها هم با خرسندی قبول می‌کردند و به این صورت با کسب اعتماد. دوستان عزیز که من این رو رد بکنم.
دوستان یک لحظه اگر اجازه بدن که من این رو مشکل اعلاناتش رو حل بکنم. بله. رسمی به ایران با علی خامنه‌ای دیدار کرده بود. بله. اماد به گفتگو درباره مسائل گوناگونی نشسته و مسئولین حکومتی هم بدون محدودیت به پرسش‌های او جواب می‌دادند. اما یکی از نکات عجیب چگونگی فراهم شدن شرایط گفتگوی او با رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشته شده جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس است. شک دارم که در سال 2017 طی دعوتی رسمی به ایران با علی خامنه‌ای دیدار کرده بود. این ملاقات در کتابخانه معروف خامنه‌ای و با حضور نادر طالبزاده و 2 نفر از محافظان خامنه‌ای صورت گرفته بود. کاترین این دیدار را تجربه غیر قابل وصف خواند. پیش از این دیدار 2 محافظ حلقه اول به شکدم توصیه کردند از برقراری تماس چشمی با خامنه‌ای خودداری کنند. او درباره این ملاقات گفته بود خامنه‌ای در حرکاتش بسیار کند اما حساب شده عمل می‌کرد. همچنین گفته شده که رهبر جمهوری اسلامی به این جاسوس اسرائیلی اجازه داده تا چفیه‌اش را ببوسد و با خود به خانه ببرد. شکدم همچنین درباره نوع ارتباط خود با دفتر خامنه‌ای نیز گفت یک نفر از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی با او در ارتباط بوده، اما به دلیل اینکه امنیت این فرد به خطر می‌افتد نمی‌تواند نام او را اعلام کند. این نفوذ در حالی ساختار تو در تو و امنیتی بیت رهبر جمهوری اسلامی را فرو ریخت که پیش از آن علی خامنه‌ای بارها در مورد نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی غربی به مسئولان و فرماندهان نظامی حکومتش هشدار داده بود، اما غافل از اینکه سالها بعد تیم امنیتی بیت خود او نیز در دام اطلاعاتی می‌افتد و شخص اول حکومت رو در روی جاسوس موساد می‌نشیند. خامنه‌ای در یک سخنرانی در این رابطه گفته بود نفوذ جریانی یعنی شبکه‌سازی در داخل ملت به وسیله پول که نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن می‌شود. عمده‌ترین وسیله 2 چیز است، یکی پول، یکی هم جاذبه‌های جنسی. افراد را جذب کنند، دور هم جمع کنند، یک هدف جعلی و دروغی مطرح کنند و افراد مؤثر را، افرادی که می‌توانند در جامعه اثرگذار باشند، بکشانند به آن سمت مورد نظر خودشان. دشمن طراحی دارد می‌کند برای نفوذ. نفوذ 2 جوره. یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتونه کار خودش رو انجام بده. کم اهمیت ترینش جاسوسی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره. منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است، یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله یکی پول، یکم جاذبه‌های جنسی. افرادی که میتوانند در جامعه اثرگذار باشن اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد، خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد. آماج نفوذ هم کیا هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان. نفوذ خطر بزرگی است. شکدم همچنین از دیدارهایش با شخصیت‌های مهمی چون قاسم سلیمانی نیز سخن گفت. او دیدار با قاسم سلیمانی را تجربه‌ای ترسناک توصیف کرد. ما تصور کنید دوستان عزیز، امروز دارن مهاجرین افغانی رو به تهمت این که حالا 4 نفر جاسوسی کرده دارن اخراج میکنن. ببینید جاسوس اسرائیل میره تا میرسه به قاسم سلیمانی، یعنی شخص نظامی درجه اول در ایران. بابا جان شما خودتون گندیدید، خودتون پوکیدید، بعد 4 تا مهاجر بیچاره افغانستان رو به خاطر که بپوشانند، پرده بکشن بر جنایات خودشون، بر رسوایی‌های سران نظام خودشون، اونها رو رد مرز میکنن. ببینید که این جاسوس تا کجا رسیده. ببینید این دختر عماد مغنی یکی از رهبران حزب الله هست، زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی است و اینم جاسوس اسرائیل. او همچنین گفته است که به واسطه یکی از چهره‌های بخش تبلیغات دفتر رئیسی که در آمریکا تحصیل کرده بوده است، موفق به دیدار و گفتگو با او شده بود. میان افراد نزدیک به رئیسی تنها نادر طالبزاده از چهره‌های اصولگرای تندرو است که تصاویر او در شبکه پرس تیوی کربلا با خانم شکدم منتشر شد. او در آمریکا تحصیل کرده است و هنگام ثبت نام رئیسی در انتخابات سال 1396 مشایعت کننده اصلی او در وزارت کشور بوده است. اون چیزی که غرب نمیدونه در مورد این صحنه توی کلام چی هستش؟ First of all, I think that the West misunderstands Islam because it sees Islam through the lens of Wahhabism. میگه اول اینکه غرب اسلام متوجه نمیشه چون از طریق لنز وهابیت اسلام میبینه. And so they know very little of Shia Islam. هیچی در مورد تشیع نمیدونه.
اتصال بکنید. شخص مورد اعتماد رئیس جمهور، شخص اول مورد اعتماد رئیس جمهور ایران داره این ببینید اینجا یک پیشانه بند یا زینب هم زده و خلاصه در شبکه رسمی در اونجا داره صحبت میکنه و این آقا داره حرفاشو به فارسی ترجمه میکنه. When they see Arbaeen, they do not understand, why so many people are coming together. وقتی اربعین میرن نمیفهمن که برای چی این آدم جمع شدن. And they see it as an extension, of this Islamic revolution of Iran that they fear so very much. بعد فکر میکنن ادامه انقلاب اسلامی است که انقلاب اسلامی ایران است که خیلی ازش میترسن. But when you speak to them of Imam Hussein and you explain to them of Imam Hussein, وقتی براشون توضیح میدن امام حسین و تاریخ براشون توضیح میدین، then you see a change. There is a change in attitude when you keep it to the history. وقتی که تاریخ براشون میگین، حالتشون و نگاهشون و روششون عوض میشه. So I think that the best way to try to change this prejudice, against Arbaeen would be to go back to, the message of Imam Hussein that, this is for humanity. It's not just for Shia or even Muslim. It's for everybody. وقتی به هم دلیل میگن وقتی که برمیگردیم به پیام امام حسین که برای تمام مربوط به همه انسانیت میشه، قصه دیگه فرق میکنه. وقتی رو اون موضوع مانور میدید، قصه فرق میکنه. But I have found that when you manage to actually, write about Arbaeen to the West, suddenly understand this connection. همه عزت نفس و اون چیزی که مربوط میشه به این نهضت و این حرکت، همه چی یواش یواش سر جاش جا میفته. So I think the issue is not so much with the people, but the government. پس از افشای این افتضاح امنیتی، مقامات جمهوری اسلامی به سرعت روابط خود با شکدم را انکار و از عمق نفوذ او به لایه‌های تو در توی نظام ابراز بیخبری کردند. اون اکشن که خیلی معروفه، جایی که افق بود، ایشون جای دیگه دعوت شو برن، جای دیگه سوال بکنید. اینجا چی شده دعوت کردن بپرسید. خیلی چیزا بعد ما کار خودمون انجام میدیم. ما موظف نیستیم که به جایی پاسخ بدیم در ارتباط موضوع از کنم که مصاحبه هست. اونها رو با مسئولیت کامل، با مشورت کامل با افراد این سلام صحبت شده و در زمان خودش هم بسیار موثر بوده کار باش کرده. اینکه ایشون اینجوری عذاب در ممکنه بعد سودجویی باشه. من کار خودم دارم انجام میدم. ما که جناب این متهم بکنن متهم نکنن، ما سالی صدها میلیون میاد و من نه تنها ارائه مصاحبه میکنم باشون، برنامه‌های خودم بلکه اینا در کنفرانس شرکت میکنم. به خاطر همین کنفرانسی که من اداره میکنم تحریم شده، چون سابقه اینجوری نبوده که از این جنس کسی که ما آوردیم کنفرانس ها خیلی متفاوته با دیگر جا. در پی انتشار این مطالب و افشاگری‌ها، رسانه سولز نزدیک به احمدی نژاد در یادداشتی ماجرای کاترین شکدم را مصداق نفوذ تحلیلی عامل موساد در ارگان‌های وابسته به بیت رهبری و سپاه توصیف کرد و این نفوذ را بی‌آبرویی بزرگ برای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی عنوان کرد. این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیل، مسئول مقابله با توده‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار داره. این که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است. عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا کرد یه دروغ بزرگی، معلومه که شبکه است. حکومت خطی است که سرنخی است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد تمام. بقیه کجا رفتن؟ در این مستند برای اولین بار به بررسی یکی از بزرگترین نفوذهای اطلاعاتی در بالاترین سطوح قدرت جمهوری اسلامی میپردازیم و از چگونگی موفقیت این جاسوس موساد پرده برمی‌داریم. قبل از هر چیز ازتون میخوام در پایان برنامه ویدیو رو... بله دوستان عزیز، این نمونه ای از این جاسوس هست. خانواده یهودی سکولار بزرگ مادری او در سال 1930 با آلمان نازی جنگیده بود و به نیروهای مقاومت فرانسه در آن زمان ملحق شده بود. پدر بزرگ پدری او بازمانده هولوکاست و اردوگاه کار اجباری است. کاترین کارشناسی روانشناسی و کارشناسی ارشد امور مالی از دانشگاه لندن دارد. وی به سیاست و امور خاورمیانه علاقه داشته و با 5 زبان آشنایی دارد. شکدم در زمانی که در دانشگاه لندن درس می‌خواند با همسر آینده‌اش که مسلمان سنی از شهر صنعا در یمن بود آشنا شد و 6 ماه بعد در 18 سالگی با او ازدواج کرد. ثمره این ازدواج 2 فرزند بود. شکدم در سال 2014 از همسرش جدا شد و سرپرستی فرزندانش را در اختیار گرفت. پیش از آغاز همکاری با محافل داخل ایران، 7 سال مشاور و تحلیلگر مؤسسه امنیتی و ژنو استراتژیک اسرائیلی با نام ویکی استرات بود. بر پایه یک گزارش دیلی بیست، ویکی استرات که توسط یک فرد اسرائیلی استرالیایی ایجاد شده است، در قالب یک مؤسسه ژنو استراتژیک روابط تنگاتنگی با نهادهای امنیتی دارد. مایکل هیدن، رئیس سابق سیا و بسیاری از رؤسای پیشین موساد به عنوان مشاور برای ویکی استرات فعالیت می‌کنند. بیشتر مشتریان ویکی استرات کشورهای خاورمیانه و روسیه هستند. جوئل زامل، مدیر ویکی استرات، دارای شرکتی دیگر به نام گروه سای است که مجله نیویورکر از آن به عنوان موساد خصوصی یاد کرده است. در فهرست خدمات گروه سای، ارسال طلای جنسی یا همان پرستوی اطلاعاتی نیز ذکر شده است. بررسی سایت آرشیو جهانی وب نشان می‌دهد که پرز موفق به ثبت رکورد 18 یادداشت با نام خود در بین سالهای 1394 تا 1397 در تارنمای علی خامنه‌ای شده بود.
او همچنین با رسانه‌های پرس تیوی ایشون بیش از 14 مقاله نوشته در سایت رهبر ایران آقای خامنه‌ای نشر شده. بعد بگید مهاجر بیچاره افغانی جاسوس است. تصمیم و تهران تایمز همکاری داشته و در سال 1396 با ابراهیم رئیسی مصاحبه کرده بود. سایت مشرق نیوز در گفتگویی با کاترین شکدم او را یک تازه مسلمان شیعه معرفی کرده و نوشته بود کاترین شکدم روزنامه‌نگار مسلمان و شیعه شده انگلیسی است که پیش از آن بر آیین مسیحیت بود. این شهروند اسرائیل در گفتگوی خود با سایت اصولگرای مشرق نیوز گفته بود ایران به 1 میلیون شیوه مختلف برای من باعث خیر و برکت بوده است و همه آن چیزی که اکنون می‌بینیم ملتی است که عمیقاً به خاطرش شکرگزارم، مردمی با شهامت و لطفی که مرا به حیرت می‌آورد. کاترین پرس شکدم همچنین به عنوان تحلیلگر ثابت و ویژه شبکه پرس تیوی نیز فعالیت داشت. او که تا سالها به عنوان نویسنده انگلیسی تازه مسلمان و شیعه در رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تحلیل و گزارش می‌نوشت، برای اولین بار در نوامبر 2021 با انتشار یادداشتی خود را یهودی نفوذی در جمهوری اسلامی معرفی کرد. در مقاله‌ای که در بخش نظرات وبگاه تایمز اسرائیل منتشر کرد، نسبت به یهودی ستیزی و برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. او نوشت که او هیچگاه مسلمان نشده بوده است. دلیل موفقیت خود را در نزدیک شدن به رسانه‌های وابسته به هسته سخت نظام و انقلابیون تندرو، نیاز شدید آنها به گرفتن تایید از متفکران خارجی دانسته بود و بلافاصله بعد از لو رفتن چهره واقعی کاترین، رسانه‌های انقلابی و اشخاص گوناگون از جمله چهره‌های سپاه برای تبرئه دست به کار شدند و رابطه با او را انکار کردند. همچنین تمام مقالات و مصاحبه‌های او از سایت‌های حکومتی حذف شد. خبرگزاری تصنیم در توجیه چگونگی همکاریش گفته بود که این خانم با پاسپورت فرانسوی و بدون آنکه اثری از سوابق دیگرش وجود داشته باشد وارد ایران شد. تصنیم اضافه کرد که او در کارنامه‌اش ازدواج با یک مسلمان یمنی را نیز داشته است و همین موضوع باعث شده است که کمتر شک و شبهه‌ای در مورد او وجود داشته باشد. طبق اطلاعات منتشر شده، کاترین با دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی زیر نظر حمید مقدمفر و کمیل خجسته، برادرزاده همسر علی خامنه‌ای، نیز همکاری داشته است. این دومین بار بود که یکی از اعضای خانواده خامنه‌ای مستقیما با اسرائیلی‌ها طرف شده بودند. اولین بار حسن خجسته، برادر همسر علی خامنه‌ای، در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد در هند مهمان یک شرکت اسرائیلی شده بود و کوشیده بود از طریق ترکیه به تل‌آویو برود که جلوی سفر وی گرفته شد و از مقام ریاست رادیو در جمهوری اسلامی برکنار شد. پس از انتشار اخبار مربوط به نفوذ کاترین شکدم، سایت دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای تاکید کرد که این شهروند یهودی توسط برخی فعالان رسانه‌ای علاقه‌مند به انقلاب به دفتر رهبری دعوت شده بود و مطالب و یادداشت‌هایی در خصوص ارزش‌های انقلاب و اسلام ارسال کرده بود که تماماً منتشر شدند. در حالی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به خصوص سازمان اطلاعات سپاه در حال تکذیب اخبار مربوط به نفوذ کاترین شکدم در جمهوری اسلامی بودند، منابع امنیتی در ایران فاش کردند که سردار یدالله جوانی، معاونت سیاسی سپاه پاسداران، جزو اشخاصی است که با خانم شکدم در ارتباط بوده است. در پی این افشاگری بود که مشخص شد فردی که شکدم او را فرمانده رده بالای سپاه معرفی کرده و گفته بود که چند شب را با او در ویلای لواسان وقت گذرانده، همان سردار یدالله جوانی از مقامات بلندپایه سپاه پاسداران بوده است. بعدها یکی از نیروهای سپاه پاسداران فاش ساخت که یدالله جوانی در حدی عاشق کاترین شکدم شده و به او اعتماد قلبی داشته است که این نفوذی موساد به راحتی به تمامی نامه‌ها و اطلاعات حساس نظامی در دفتر این سردار بلندپایه نظام دسترسی داشته است. این رسوایی باعث انتقاد گسترده مقامات نظام از ارگان‌های امنیتی شد. علی مطهری در توییتی نوشت ظهور پدیده‌هایی مانند کاترین شکدم در جمهوری اسلامی ناشی از میل بخشی از حکومت به تملق و چاپلوسی و بتسازی است. همچنین عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در مطلبی در این زمینه، در روزنامه اعتماد با انتقاد از فرهنگ تبشیری در جمهوری اسلامی نوشت که حکومت برای این هدف کلی هزینه کرد و نتیجهش این آبروریزی شد. حال سوال این است که چگونه یک زن یهودی فرانسوی توانست به حلقه سردمداران حکومت جمهوری اسلامی راه یابد؟ شکدم در این رابطه گفته است که نادر طالبزاده از چهره‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی نقش مهمی در معرفی او به محافل قدرت در ایران داشته است. طالبزاده اطمینان حاصل کرد که نفوذ شکدم در لایه‌های مختلف حکومت و سپاه پاسداران بدون هیچ مانعی صورت گیرد. او بر این باور بود که می‌تواند شکدم را به مهره قابل کنترل در دست خود تبدیل کند. شکدم برای اولین بار پس از نوشتن مقاله انتقادی درباره مداخله آمریکا در عراق در نشریه حکومتی حوثی‌ها مورد توجه مقامات ایرانی قرار گرفت. شکدم که در سال 2009 با یک مرد یمنی در انگلیس ازدواج کرده بود، همراه 2 فرزندش به یمن مهاجرت کرد و توانست به تدریج با مقامات حکومتی ایران ارتباط برقرار کرده و اعتماد آنها را جلب کند. شکدم قبل از آمدن به ایران به دعوت طالبزاده با سلیمانی در جنوب عراق دیدار کرد. او در مصاحبه اعلام کرد که این ملاقات کوتاه در یک منزل شخصی در کربلا صورت گرفت. سلیمانی در این دیدار از تلاش‌هایش برای بیرون راندن داعش از بخشایی از سوریه و عراق سخن گفت. شکدم درباره این ملاقات افزود: گفتگو اصلا راحت نبود. او مرا به وحشت انداخت. حضورش بسیار هراس‌انگیز بود. اما خود شکدم در مورد انگیزش از این نفوذ تاریخی و امنیتی چه میگوید؟ شکدم پس از جنجال ایجاد شده در ایران در 16 اسفند 1400 مصاحبه اختصاصی با BBC فارسی انجام داد. طولانی است. بر صورت این یکی از جاسوس‌های به اصطلاح رژیم صهیونیستی که
به خاطر نیاز جنسی مقامات جمهوری اسلامی و سران سپاه پاسداران در بین اونها نفوذ میکنه و بعداً همه اسرار اونها رو فاش میکنه. بعد الان افتادن به جان مهاجرین بیچاره افغانستان که اینها جاسوسن. حتی در مورد زندگی و وضعیت ایشون یک فیلمی هم ساخته شده که این خبر رو دوستان اگر نشون بدن، اکران فیلمی با موضوع جاسوس اسرائیلی دایان گروگر که گفته میشد مخفیانه در تهران فیلم برداری شده است. شما ببینید که این جاسوس دیگری است که در فیلم رو در داخل ایران فیلم برداری کردن و در سینماهای اروپا پخش کردن. بعد میان میگن که مهاجرین افغانی جاسوسی کردن. این خبر رو هم دوستان عزیز من برای شما از این در مشرق نیوز هست که یک تعدادی از اینا جاسوس‌های خود ایران هستن، ایرانی هستن، خودشون پخش. خمپار اسپاک، نارنجک و فشنگ جنگی، بمب ساعتی و مواد منفجره و ریز پرنده ها. اینها را پلیس از عوامل موساد در تهران کشف کرده. دستگیر شده ها 6 نفرند که به گفته خودشان هر کدام مأموریت خاصی را انجام میدادند. سردستشون ایشونه، درسته؟ بله بله. قرار بود چه کاری انجام بدی؟ چطوری آشنا شدی؟ وظیفت چی بود؟ توی این صفحه مجازی اینستاگرام بودم. من داشتم توی صفحه اینستاگرام وین دیدم که بعد این صفحه رو دیدم، صفحه نوشته بود معاند اسرائیل به فارسی. خب بعد بهشون پیام دادم، گفتم مثلا بنده کی هستم و چی هستم، آقا میخوام این عملیاتو، میخوام تو عملیاتتون شرکت کنم، میخوام بیام تو مثلا تو ایران هر عملیاتی شما بگید انجام بدم. بعد گفتم مثلا بریم فلان جا مترو، مثلا اونجا وایسید یه بیابون بود، گفتم تو اونجا تک تک میان دورم جمع میشیم، بعد کاراتون رو هم دیگه میگید. هر کدوم کار به خصوصی داده بودم. یکی از پیام‌هاشون رو براتون بخونم، پیامایی که ایشون داده. میشه منم بیارید براتون بجنگم، از ته وجود، نه حقوق میخوام نه چیزی، خواهش میکنم بذارید براتون بجنگم. جوابشو ندادن. باز دوباره رفته پیام داده و پیام‌های بعدی که دیگه اونها جواب دادن و همکاری شروع شده. درسته اینا پیام شماست دیگه؟ بله. وظیفه بنده جاسوس بوده. یعنی چیکار می‌کردی؟ براشون فیلم می‌فرستادم. موتور سوارشون بوده. خب چطوری آشنا شدی با اینا؟ از طریق همون موتور سواری. اصلا فکرشو نمی‌کردم که میتونه اینقدر این کار اشتباه باشه. خب خودت هم میدونستی، آگاهانه رفتی سراغ این کار. نمیدونستم. اینا همه ایرانیان. بعد سر و صدا را انداختن که مهاجرین افغانی جاسوسی کردن. میخوان گند و کثافتکاری‌های خودشون رو توسط مهاجرین افغانی پاک بکنن. و اینا از بس تشنه جنس هستن، تشنه سکس هستن، خیلی از جاسوسایی که بودن زن بودن. بازداشت 6 زن جاسوس اسرائیل در قصر شیرین. فرمانده سپاه سرپل ذاب گفت که با تلاش سربازان گمنام امام زمان عجعج 6 نفر از افراد وابسته به سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در نوار مرزی قصر شیرین شناسایی و دستگیر شدند. حالا بگید اینا افغانی بودن. تشکر میکنم دوستان عزیز. اینم خبر دیگر از فیلم اسرائیلی که در خیابان‌های ایران ضبط شده. بله دوستان عزیز، اینا همه سایت‌های رسمی خودشون هست، ما نساختیم اینا رو، کار مهاجرین افغانی هم نیست. خب دوستان عزیز، یکی از منصفین اینها، من کلیپش رو در اینجا خدمت شما عزیزان بگذارم، این رو با هم ببینیم. اونی که جای فرماندهای سپاه رودادی افغانستانی نیست، اصلا دسترسی به این اطلاعات نداره. نفوذ جای دیگه اتفاق افتاده.
اینا بزرگش نکن باز اون نفوذی اصلی جاش آروم باشه. نفوذ تو سطح بالا اتفاق افتاد. کی بوده اون که خبر داشته؟ کی بوده که امشب مثلا سردار باقری کجا میخوابه؟ چند نفر تو کشورن این اطلاعاتو دارن؟ حالا یه جوی رو انداختن علیه افغانستانی‌ها. آقا یالا باید افغانستانی از ایران برن. اولا اگه غیر قانونی کسی اومده تو و هیچ خیری هم برای این کشور نداره، خیلی محترمانه بدون اینکه بهش توهین کنید، بدون اینکه ازش باج بگیرید، الان افغانستانیو میگیرن میبرنش دم آبربانک، کارت میکشه براشون، بعد ولش میکنن، دوباره میره اونور اون میگیردش. این کثافت کاریه. توهین بکنید به این افراد، به خودشون، به نوامیسشون، اصلا فقط این کارو بکنید با اسرائیل فرقتون چیه؟ حق ندارید. انسانن. ما چند میلیون از اینا، 3-4 میلیون از اینا 40 سال تو کشور ما بودن تا قبل از قصه طالبان. ما از اینا بدی ندیده بودیم، خیلی هم آدمای منظمی بودن. بعد شما یه جوی رو انداختید. حالا خیلی از اینا اینجا ازدواج کردن، یعنی زن ایرانی داره یا دختر افغانستانی شوهرش ایرانیه، اینجا بچه به دنیا اومده، به این بچه شناسنامه ندادید شما، بعد این بچه رو میخواد بگی رد مرز کنید، بعد به این بچه توهین میشه. چه حق این کارو میکنید؟ اینجا جوی رو انداختید تو این کشور. برید همین گلزار شهدای همین قم ببینید چند تا افغانستانی توشه. 8 سال جنگ افغانستانی‌ها که تو ایران بودن مگه نیومدن از ما دفاع کردن، کشته دادن تو جنگ؟ این چه مسخره بازیه؟ این چه برخوردی؟ سیستم خودش غلطی کرده، توش مونده، حالا از این جو استفاده بکنه که لاپوشون کنه غلط خودشو. شما بی خود کردید، مرزو واز کردید، یه عده درست و غلط اومدن تو. اشتباه از شما بوده، بی تدبیری از شما بوده. حالا چوبش اون افغانستانی باید بخوره که 40 سال تو این کشوره و 40 سال سلامت زندگی کرده و خدمت کرده به ما. بعد منم یه عده میگن آقا تو هم انگار افغانی هستی و باید اینا همه برن بیرون، غلط کرده اومده کشور ما. 8 میلیون ایرانی الان تو خارج کشوره، اندازه 2-3 تا کشور حاشیه خلیج فارس جمعیت 2-3 تا کشور جمعیت از کشور ما مهاجرت کردن تو اروپا و آمریکا و استرالیا و کانادا و منور. اگه با اینا اونجوری برخورد بشه شما خوشحال میشید؟ همین کاری که الان تو آمریکا داره میشه، اینا رو میگیرن سوار هواپیما میکنن برمیگردونن. جلو ظلم باید وایستاد آقا. مگه چند سال افغانستان از ایران بزرگ جدا شده؟ هم زبان ماست، هم فرهنگ ماست، تاریخمون با هم یکیه. شما مگه میتونید از تاریخ ایران، تاریخ ایران بزرگ، از تاریخی که ما داریم، مگه میتونید افغانستان و کابل رو جدا کنید، مزار شریف رو جدا کنید، هرات رو جدا کنید؟ مگه میتونید مگه این کلماتو از اشعارتون پاک کنید؟ کسی خلاف کرده، هر کی خلاف کرده، ولی نرید آفتاب دزدو بگیرید، شاه دزدو ول کنید، آفتاب دزدا رو قطار کنید، حالا فردا هم یه 4 تاشون هم اعدام کنید، جو را بندازید که خب الان جلو نفوذ گرفتیم. نفوذ جای دیگه اتفاق افتاده، نفوذ یه جا دیگه اتفاق افتاده، جلو نفوذ اصلی رو برید بگیرید. این بی‌شرفا وقت این کشور رو گرفتن، پول این کشور رو گرفتن، امنیت این کشور از بین بردن، ملت دارن لطمشو میخورن. اونی که جای فرماندهای ما رو لو داده افغانستانی نبوده. اونی که میدونه لانچرای موشکی ما کجاست، ذخایر موشکی ما کجاست، شهرهای زیرزمینی موشکی کجاست، اون افغانستانی نیست که یه دفعه تو کوهو میزنن دود بلند میشه میگن آقا یه مقر سپاه بوده یا مقر ارتش بوده یا نمیدونم پدافند اونجا. این نفوذ یه جدیه، اصلا سطح این نفوذ به این جماعت نمیخوره. اینکه فرمانده اطلاعات سپاه با 2 تا معاوناش تو کدوم ساختمون جلسه داره، اینو پدر جد من و شما هم اطلاع ندارن، چه برسه این بیچاره‌ها. دوستان عزیز، این هم یک آدم منصف از داخل خودشون. تشکر میکنم. این خبر رو با هم ببینیم. یک دیپلمات ارشد اسرائیل بین محافظان رهبری هم نفوذ کرده. بعد بیان بیچاره افغانستانی رو بگیرن. ببینید، من در برنامه امشب شاید بعضیا فکر کرده بودن که من میخوام اینجا از مظلومیت ملت افغانستان بیام بگم که آی مهاجرین رو گرفتن، آی کشتن، آی شکنجه دادن. اینا رو همه میدانن. باور بکنید امروز همون هزاره شیعه اثناعشری افغانستان هم از شما جماعت بیزارن. باور کنید یعنی مثلا از 30 سال 35 سال به این طرف هرچه شیعه هزاره افغانی دیدم بر ایران و بر این آخوند جماعت لعنت فرستاده. چون متاسفانه به خاطر شکل و شمایلشون بیشترین ضربه رو اونا در ایران میخوردن. ماشین سوار میشد افغانی آشغال، از ماشین پیاده میشد افغانی آشغال، نانوایی بهش نان نمیدادن، تو سوپرمارکت راه نمیدادن، تو بازار بهش توهین میکردن.
بابا بی‌شرفا، این که دیگه مذهب خودتونه، رافضی خودتونه، شیعه خودتونه، به همون بیچارام رحم نمی‌کردن. آره بیشتر مثلا پشتون‌ها و تاجیک‌ها و اینها به خاطر شباهتی که با ایرانی‌ها داشتن شناخته نمی‌شدن، اما اونا تا که می‌دیدن افغانی، خلاص این ملت دارای تاریخ 2500 ساله که بهش افتخار میکنن. خدا لعنتشون بکنه با اون تاریخ 2500 سالشون. وقتی این گونه با مهاجرین مستضعف افغانی برخورد میکنن. زندان اوین رو زد اسرائیل، اگر خبر شده باشید. طبق خبری که از منابع خاص پخش کردن، میگن رئیس زندان رو که در اون لحظه نبوده و خلاصه از اونجا فرار کرده، پسر رئیس زندان با اسرائیل ارتباط داشته. بعد میان مهاجر بیچاره افغانی رو اذیت میکنن. این یک طرف قضیه. این ایرانی منصف رو دیدید حرفاشو و یک شخص، این رو بگم خدمت شما نشون میدم، کسی که حالا اسمش رو نشون نمیدم اینجا، در صفحه فیسبوکش نوشته که اشتباه کرده. خب آنچه امروز به صورت مستقیم از خانواده‌های اخراج شده در نقطه صفری اسلام قلعه از جفاکاری ایرانی‌ها شنیدم و عملاً مشاهده کردم، مرا واداشت که از همدردی و حمایت خود در انگام حمله رژیم کودک کش بر همسایه جفاکار ابراز پشیمانی کنم. من آنگاه به پاس مسلمان بودن همسایه‌داری و اینکه طرف مقابل رژیم صهیونیستی است وظیفه خود دانستم که قلباً در کنار ایرانی‌ها باشم. اما حالا بعد از صحبت با ده‌ها خانواده دانستم که هیچ مسلمانی در انگام اخراج چنین جنایت نابخشودنی در حق برادران و خواهران و اطفال مسلمان روا نمی‌دارد. بنابراین در آینده هرگز همدرد کسانی که ارزش‌های انسانی و اسلامی و حقوق مسلم کارگر و مستاجر را پاس نمی‌دارند نمی‌باشم. نه بدین خاطر که چرا اخراجشان کردند، بلکه بدین خاطر که توهین و تحقیر و شکنجه روحی و جسمی دادن و حقوق مسلمشان را با سوء استفاده از ناچاری و بیپناهی نپرداختند. بنابراین در حضور همه عزیزان اعتراف می‌کنم در این که برای حمایت از همسایه حساب انسانی اسلامی باز کرده بودم، اشتباه کردم. این یکی. بعد بعضی از عزیزان آمدن از من گله کرده بودن که شما از اخوان المسلمین در موردشون صحبت کردید و از اخوانی ها حرف زدید و فلان کردید و این کردید. یکی از کسانی که دوستان عزیز اگر صفحه ایشون رو نشون بدید، آقای دکتر وزین هست، در مورد ایشون من صحبت کرده بودم در برنامه گذشته. تشکر میکنم عزیزان. ایشان دوستانشون عزیزانشون خیلی ناراحت شده بودن که آقا شما در مورد وزین صاحب صحبت کردید و در مورد استاد صحبت کردید و فلان از این حرفا. کلا هدف شخص ایشان نبود، هدف اخوان المسلمین و اطلاعیه‌ای که در حمایت از ایران صادر کرده بودند و عموماً مفکرین، دانشمندان، اعضای جماعت اخوان در مدت 40-45 سال اخیر در مقابل جنایت‌های رژیم فاشیست آخوندیزم ایران خفه خون گرفتن، صداشون در نمیاد. چرا؟ طوری که در برنامه گذشته گفتم علفشون چون از اون طرف میاد، به خاطر همین نباید چیزی بگن، چون اگه چیزی بگن بس قطع میشه. و این به معنی نیست که ما بیایم مفکرین، شهدا، بزرگواران، فداکاران اخوان مسلمین رو نادیده بگیریم. نه، اون رو جای خودش. اون در اون برنامه گفتم بعضیا که هستن صفت یهود رو دارن، یا ببخشید صفت مگس رو دارن، همیشه میرن رو کثافت ها میشینن. یک قسمتی بله ما از منهج، از عملکرد بعضی از افراد اخوان انتقاد کردیم و این حق است، چون نسل ما
قربانی ندانمکاری های همین جماعت های اسلامی هستن. اشتباهشون رو باید بگیم. تا کی باید مجامله بکنیم؟ تا کی باید هر غلطی که کردن ما بگیم بله درسته جناب استاد درست میفهمم؟ نه خیر، جناب استاد غلط کردن، جماعتشون غلط کرده، حزبشون غلط کرده، خیلی هم بیخود کرده. میگیم، انتقاد میکنیم. معصوم که نیستن، پیغمبر که نیستن، حرفشون وحی از آسمان که نیست. آقای محترم ایشون ببینید یک روز قبل پستی گذاشتن د فلسطینی او غزی دو کلن غمیز درباره فلسطین صحبت کرد. قبل از اون در مورد طالبان صحبت کرده، از زنان افغان میان چکش طالبان و سندان ریبلاریزم، در مورد دلسوزی برای زنان افغانستان، بعد در مورد یکی از شهدای گذشته افغانستان، بعد در مورد عقل و فکر، در مورد افغانستان در تنگنای بیکاری، افسردگی و بی‌سرنوشتی، خلاصه انتقاد از امارت اسلامی. بعد از اون در مورد یکی از شهدای گذشته پست 5 روز پیششون در مورد آیا اسرائیل پیروز شد در جنگش به طرفداری از ایران گذاشته. بعد از اون یک پستی گذاشته صهیونیسم رسانه‌ای، کوشش برای خاموش ساختن صدای حق، آزادی، عدالت و حمایت از مظلومان، مستضعفان. خوب ببینید، حمایت از مظلومان، مستضعفان. بعدش مقاله‌ای که باید 10 بار خواند، اگر ایران زمینگیر شود چه اتفاقی میافتد. این هم در دفاع از ایران، اینجا هم در دفاع از ایران، اینجا هم در دفاع از ایران، اینجا هم برنامه زنده دفاع از ایران، اینجا هم 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 دفاع از ایران، بله اینجا هم باز دفاع از ایران، اینم دفاع از ایران، اینجا هم دفاع از ایران، اینجا هم دفاع از ایران، اینم دفاع از ایران، اینجا دفاع از ایران، اینجا هم دفاع از ایران، اینجا هم دفاع از ایران، اینجا هم دفاع از ایران، اینم دفاع از ایران، اینجا هم دفاع از ایران، بله اینجا هم، اینم دفاع از ایران، اینم دفاع از ایران. بعد اومدن، یعنی بعضی از ویدیوهایی که توسط هوش مصنوعی ساخته شده اون رو آورده در صفحه خودش نشر کرده. اینم در دفاع از ایران، اینم در دفاع از ایران، اینم در دفاع از ایران، در دفاع از ایران. مسلمان با وجدان از ایران حمایت میکنه، بله دفاع از ایران. بعد اینجا اومده جنگ و تجاوز اسرائیل فلسطین و جنگ ایران رو خلاصه موحد سنی و سلفی و که اینا در اسرائیلی هستن و خدمت صهیونیسم هستن و فلان هستن. بعد یک پست دیگری داشت که فکر کنم همه از در دفاع از ایران، همه پست های ایشان در دفاع از ایران است، همش از روز اول جنگ. در یکی از پست هایشون که حتی بله در دفاع از ایران، بله این مجاهد بزرگ از دیدگاه ایشون در دفاع از ایران، در دفاع از ایران. در یکی از پست هاشون در اونجا گفته بودن که حتی اگر شما از ایران دفاع نکنید شما منافقید. نمیدونم شاید بعد از اون برنامه حذفش کردن حتما.
نه اینجاست. در نبرد حق و باطل و جنگ مظلوم با ظالم بی‌طرفی و تذبذب منافی ایمان و مصادم با اسلام است. اهل نفاق به تعبیر قرآن افراد فی قلوب مرض از حق و اهل حق و از مظلوم در برابر ظالم حمایت نمی کنند و یا با منافقت در کنار باطل می ایستند و با لهجه و لحن منافقانه جبهه حق را تضعیف می کنند. به تعبیر قرآن هم العدو فاحذرهم، یعنی همین منافقین دشمنان حقیقی اند، از آنها برحذر باشید. خب حتی کسی که از ایران حمایت نکنه رو ایشون تکفیر کرد و منافق خواند. می‌بینیم که جناب ایشان که یکی از مفکرین اخوان هستند، یکی از اعضای اخوان هستند، از اعضای اتحاد جهانی علمای مسلمین هستند و امثال ایشان، همه کسانی که این یک نمونه ذکر کردم در طول 12 روز داد و واویلا را انداخته بودن آقا هر کس که در کنار ایران نایسته منافق است، کافر است، سلفی است، فلان است، این است، وهابی است. الان صداشون در نمیاد. این خودکش بیگانه پرستا را ببینید که این همه مهاجر در به در شدن، خونه هاشون رو غارت بردند، مال و داراییشون رو گرفتن، ملتی که تاریخ 2500 ساله داره و این برخورد زشت و زننده رو با انسانهای بیگناه کردن. این افراد اصلا ابدا صداشون در نمیاد. کجایید شما؟ جنایتی که الان ایران داره در مقابل حکومت ایران داره در مقابل افغانها انجام میده مگه کمتر جنایت رژیم صهیونیستی است در مقابل فلسطینی؟ مگر همین پارسال حدود 300 نفر از مهاجرین افغانی را سر مرز تیرباران نکردن؟ شما ساختمانی در آسمان خراشی در تهران و شهرهای بزرگ ایران میتونید پیدا بکنید که کارگر مستضعف و فقیر افغانی در اونجا زحمت نکشیده باشه و چارقناری رو که جمع میکنن گشت ها و به اصطلاح سپاه و پلیس های حرامخورشون ازشون میگیرن میدزدن، اما اینها صداشون در نمیاد. هیچ انگار نه انگار هیچ اتفاقی نیفته در کره زمین. کجاست شرفتون؟ کجاست وجدانتون؟ کجاست انسانیتتون؟ اینجاست که ما گاهی اوقات میگیم بعضی از این احزاب مانند اخوان المسلمین اینها نمیدونم چه مشکلی دارن، دهنشون در مقابل ایران بسته است. هر جنایتی رو که رژیم آخوندی مرتکب بشه اینها انگار آب از آب تکان نخورده. به قول مردم عام در افغانستان نمیدونم چه سرخمی دارن اینا در مقابل آخوندها. مشکل اینجاست، سیاست یک باب و دعوای اینها. بر صورت دوستان عزیز، این بود مطالبی رو که من در برنامه امشب میخواستم در موردش صحبت بکنم و در مورد جنایت هایی که اینها در حق مهاجرین افغانی کردن. کافی است که شما یک در مورد کشتارهای مرزی، در مورد ظلم و ستمی که بر علیه کارگرای افغانی در ایران صورت میگیره، دیگه هر چی بگیم کمه. در این مورد 10 برنامه قبلا هم رفتیم، همه شبکه‌ها صحبت کردن، یک سرچی در یوتیوب بزنید. اما من میخواستم از یک جانب دیگری این قضیه رو خدمت شما بیان بکنم که به قول اون یکی از افراد خودشون هست و کافی است که انسان وجدان داشته باشه، شرف داشته باشه، ولو اینکه مسلمان نباشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، کمونیست باشه، بیدین باشه، شرف و وجدان داشته باشه، واقعیت رو بیان میکنه. اما متاسفانه این وضعیت است. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. دوستان عزیز شماره تلفن برنامه رو زیرنویس کنن، از این نظر و تماس شما عزیزان رو خواهیم داشت. بفرمایید عزیزم. سلام آقای انصاری بزرگوار، خوب هستین؟ سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. استاد انصاری بزرگوار، از برنامه‌های خوبتون بسیار زیاد تشکر میکنم. سلامت باشید. واقعا بسیار برنامه‌های خوبی را دارید. دیگه خیلی متاسف هستم برای کسایی که از رژیم کثیف آخوندی دفاع میکنن. امروز یا دیروز بود تقریبا به بلوچستان 12 نفر از زن و اطفال رژیم کثیف آخوندی به شهادت رسانده.
دیگه از برنامه خودتان بسیار زیاد تشکر میکنم. خداحافظ. تشکر از شما. الله متعالفتون کنم. امیدوار هستم امشب عزیزانمون که در ایران زندگی کردن یا از اونجا اخراج شدن، از شکنجه ها، از ظلم و ستم، از اتفاقاتی که در اونجا براشون افتاده، از اون برای ما بگن، اگر امکاناتش رو داشته باشن تماس بگیرن. متاسفانه یک وضعیتی عجیبی است. یعنی چند روز قبل شبکه یک برنامه‌ای داشت، شبکه نور، در مورد همین وضعیت مهاجرین. شما تصور کنید به 10 نفر از مسئولین، روزنامه‌نگارها، شخصیت‌های مهم افغانی تماس گرفتیم که آقا بیاید در این برنامه شرکت بکنین. والا ما مشکل است، ایران ما رو میزنه، ایران ما رو میکشه. یعنی بی غیرتی، بی وجدانی تا به این اندازه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. تماس این دوست عزیزمون مثل این که مشکل داشت. بله. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد افساری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من باشید استاد. استاد از یک لحاظ همه بسیار خوب شد یک تعداد مردم متعصب ما درس بگیره. رژیم آخوندی هیچ وقت دوست مردم افغانستان نبوده و نخواهد شد. درست. این حالی هم تاپلوس رای که چند روز پیش تمام صفحات مجازی را پر کرده بود که رژیم آخوندی طرفداری از اسلام میکنه، اونا کجاست؟ درست. کجاست واقعا؟ کجان؟ تشکر از شما. بیرون نمیشه، امروز سری مردمشان ظلم است. خود چرا صدایتون بالا نمیشه؟ درست. تشکر، زنده باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. واقعا کجا هستن؟ چرا صداشون در نمیاد؟ بیننده گرامی بفرمایید. دوست عزیزی که 4 شماره آخرتون 5257 هست، شما اینترنتتون مشکل داره. یعنی الان من تماس شما رو اوکی کردم اما صداتون رو نداریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله، بفرمایید. بله بفرمایید. میشنوین صدای ما؟ بله بله صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. صدا رو از طریق تلویزیون با تأخیر میشنوید. بفرمایید. من خواستم که در مورد از افغانیایی که داخل ایران اینقدر اذیت میشن بندای خدا و پیامدهای از اینها میخواستم کم صحبت. بفرمایید. خب ببین، ما حالا اگر برادرای افغانی میاد توی ایران یا مثلا ما خود ما میریم اینجا، گفته مردم مشکلاتی هست، باید یک بله متاسفانه تماسیشون قطع شد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. استاد سلام، وقتتون بخیر. سلامت باشید، بفرمایید. صدامو دارین استاد؟ وقت شما بخیر. من مجید هستم، از ایران تماس میگیرم. آقا مجید بفرمایید. استاد خیلی مخلص شما، انشالله که هر جا هستید سلامت باشید. من وظیفه دونستم که تماس بگیرم. من بارها برنامه‌تون اول شما رو نمیشناختم، بارها برنامه شما رو زمان گذاشتم نگاه کردم. واقعا ازتون ممنونم. تو شرایط جنگ مخصوصا خیلی اومدن از شما انتقاد کردن استاد. من کوتاه بگم، خلاصه بگم که
وقت برنامه رو نگیرم. دوستانی که تو ایران زندگی نمی کنید نمیدونید حکومت چه بلایی سر مردم میاره، چه گرفتاری برای مردم درست میکنه. تو رو خدا انتقاد نکنید، تو رو خدا تا زندگی نکردین تو ایران نمیدونید مردم چی میکشن، تو رو خدا صحبت نکنید. من بارها و بارها دیدم آره وطن فروش طرف میاد اگه از حکومت زمان جنگ میاد نمیدونم مداخله میکنه فلان میکنه فلان بسار. این حرف درست نیستش. اگه مستاجر باشه، گرفتار باشه، مشکل داشته باشه، متوجه میشه که تو ایران حکومت داره چه بلایی سر مردم میاره. استاد انصاری، من فقط یه چیز میتونم بگم، خدا ایشالله که تا روزی که زندگی هر چیزی که واقعا لیاقتش داری خدا بهت بده. من تا زنده هم واسه آرزوی خیر میکنم. دوست دارم. سلامت باشید. وقت برنامه‌ت هم گرفتم استاد. قلبا دوست دارم. موفق باشی، زنده باشی. خدا نگهدارشون. تشکر مجید جان. خدا نگهدارشون. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. بسیار زیاد خوش شدم که با شما هم کلام شدم استاد محترم. یک خدمه این نمبر که خدمتتون زنگ زدیم، ما یک پیام براتون روان کردم. اون پیام یکی از دوستای ما از ایران برام روان کرده که به ارتباط ماجرین است. میشه پورا با شما ببینین بخوانین و که اونا چی نوشته که چی پیام داره. یک موضوع به اون ارتباط دیگر به ارتباط از که معیار کامیابی در بین دو کشور وقتی که جنگ میشه چی است. زمانی که اسرائیل بمبار میکرد هیچ کس پناهگاه، خود ایرانی پناهگاه نداشتن که پناه ببره، یک و کسی نبود که امرایشان کمک بکنه. دو و دیگه ای که برق نلشان یا آبشان قطع میشد، کسی نبود که داره و ایوازش یک چیزی کمک بکنن. اما برعکس اسرائیل شما خبر داریم که وقتی که از این طرف مجرد که راکت شلیک میشد اونجا آلارم زده میشد، اونا در پناهگاه میبودن و زمانی که در پناهگاه میبودن حتی نان به حساب پارسل میکردن و پشت خانهشون دولت برشان میرساند و بالاخره به می ترتیب کمک به مردم رساندن. اما ایران وقتی که جنگ شروع شد به مردم چی کمک کردن، چه خدمت کردن و حتی یک پناهگاه در کل تهران حتی نداشتن که برای مردم کمک بکنه یا یک گلاس ها به کس بده. بالاخره بعد از بسیار رسوایی بار ایوازی که معذرت بخوام که ما به مردم کمک نکردیم، ناکام مونده. برعکس صدا بلند میکنه که ما پیروز شدیم. من نمی‌دونم معیار پیروز در یک جنگ بین دو مملکت چی است. همین اگه شما سرش بحث بکنید که پیامی که خدمتتون روان کردید اون میشه که پیروز بزرگوارا و خود ایرانی‌ها روان کردن بودن. سلام میشه که نظرتون. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوست عزیز، ببینید حالا دشمن واقعی باشن که با هم دیگه درگیر بشن، آدم میتونه در اونجا معیارها رو بسنجه. اینها دشمن نیستن با هم دیگه. اینها از زمانی که این رژیم تأسیس شده تا الان در مقابل اهل سنت اینا با هم دیگه دوست بودن، با هم دیگه همکار بودن. الان سر تقسیم غنیمت به جان هم افتادن، شکار کردن حالا کشورهای اسلامی رو، در سر تقسیم بینشون دعوا شده. مثل دو تا برادری که سر تقسیم میراث پدر با هم دیگه بجنگن. الان مثلا شاید زیاد اتفاق افتاده باشه در افغانستان، در بعضی از کشورها، ششین در ایران، حتی در خیلی از کشورها سر میراث خواهر با برادر، برادر با برادر، خواهر با خواهر جنگ و دعوا میکنن. گاهی اوقات چاخوکشی، سلاح هم دیگر هم میکشن. سر چی است؟ دو تا خواهر و برادرن، با هم دیگه برادرن، از یک پدر و مادرن. سر میراث. جنگ رژیم آخوندی با اسرائیل با آمریکا سر میراث است. جنگ سر تقسیم غنیمت است. جنگ سر تقسیم کشورهای اسلامی در بین خودشون هست. و اگر حکومت بشار سقوط نمی کرد، اگر طالبان در افغانستان پیروز نمی شدن،
هرگز اینا با هم دیگه نمی جنگیدن، چون سقوط بشار و رژیم شیعه نصیری و اخراج ایران از سوریه کلا این موازینی رو که اینها درست کرده بودن به هم زد. از برای خدا یعنی کمی عقل کافی است که انسان بفهمه صدام رو آمریکا میاد بمباران میکنه، عراق رو، رژیم صدام رو سقوط میده، صدام رو اعدام میکنه، بعد آمریکا عراق رو به ایران میسپاره، به سپاه پاسداران، به قاسم سلیمانی آزادانه میره. در شما ببینید در طول مثلا همین 20 سال اخیر از مجاهدین، حالا بدور از این که اشتباهاتی ملاحظاتی برای اونها هست، مثلا شما ببینید یک مجاهدی که مثلا از القاعده بود، از طالب بود، از هر گروه، از حماس هست، از جهاد اسلامی هست، از گروه های سنی، سر بلند کنه میزننش. در هر جایی که پیدا بشه ترور میشه، چهرهش رو نمیتونه آشکار بکنه. قاسم سلیمانی و فاطمیون و زینبیون میرفتن سلفی میگرفتن، ویدیو میگرفتن، از جنایتاشون پخش میکردن، کسی اونا رو چیزی نمیگفت. یک کمی رو این اگر چیزی اینجا برگ چغندر اگر نیست توش، اگر مغز هست، یک کمی به این فشار بیارید که چطور آمریکا، اسرائیل، این کشورهای غربی اجازه داد که مثلا سپاه پاسداران وارد عراق بشن، همه حکومت رو به دست بگیرن، از رئیس جمهور گرفته تا وزرا همه در اختیار اونها باشه. بعد یک کمی پاکج گذاشتن، دیدید که با قاسم سلیمانی چیکار کردن؟ کتلت درستش کردن. یعنی یک کمی فشار بیارید به مغزتون. مشکل نیست فهمیدن این بازیایی که اینا راه انداختن بر علیه مسلمان ها. اما بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب شما بخیر استاد انصاری، بسیار تشکر از برنامه‌تان. سلامت باشید. تشکر. بسیار صحبت‌های قابل تأمل امشب داشتیم. واقعا بعضی موارد در کلام می‌بینید دل آدم بسیار درد می‌گیره. شما ببینید اگر اخراج می‌کنین، خب غیر قانونی هستند، هر چی که است خب درست است. چرا شما مثلا به این توهین، این اهانت را به این ماجرین افغان توهین با شما میان 7000 ساله تاریخ هم چیز میکنید که ما میراثدار 7000 ساله تاریخ هستیم و ایران بزرگ است و همه منطقه و تمام قلمرو دنیا مال ما بوده و فلان بوده. آخر بس تمام این پشتوانه که با تمدن که ادعا دارن آخرش هم است که توهین و تحقیر. امروز ویدیوها را دیدیم که استاد میکنن قفاقوری میکنن اگر افغان و شما اسلام قلب این که چیکارا میکنن. یعنی این واقعا به ملتی که میه 7000 ساله تاریخ ادعا داره، همین رقم باید خودش از حرکت‌های سخیف و محقر باید انجام بدن. واقعا حیف است. اینا خیلی وضع میخوایم برای دوستان که میشنون اما فهمیدهشون که در خارج است، اما قدر کودک‌ها در فلسطین کشته شد، شهید شدن، چه قتل عام صورت نگرفت، یک پایان از مسیح نجاتش گرفته تا پهلوی و دیگه اینا. شما ببینید که یک چیز نکردن یا که بگن که بیاد علمی کار نادرست است، بالاخره یک تقبیح، یک محکوم کردن یا هیچ چیزی. آخر شما بیایم امیام اگه اعتراضی هم نمیکنن به شکل نمادی شده که در کار نکنین. شما ادعای همزبان بودن و همسایه بودن و ادعای گذشته زیاد، چون ما خود زیاد که ولی امر مسلمین جهان هستم و فلانی هستم، خب با همین کار از یک مسلمان باید می رقم بکنم. حالا شما از این حسین و علی و اینایی که داد میزنن شما چی یاد گرفتید؟ یا امیر هم افراد بودن، شما خودتان نماینده تمام اختیار اونا میدانید. چقدر یعنی واقعا حرکت‌های سخیف، چقدر واقعا به این تاریخی که یا ادعا میکنن بسیار شرم‌آور است، بسیار قابل جای افسوس است. بازی طرف استاد انصاری یک چیزی که خیلی دردآور است، بازی اخبار مور ملخ خوره باز همین جنگ شد 2000 مور ملخ خوره که ملخایی که میسره مزاری که حمله میکنن اون رقمی ریخت او زنده بود خامنه ای که نمیفهم فلانی آخه تو این خود مغز عقل داری نمیفهم، منطق داری نمیفهم، چرا که یک بار نمیسنجی این مسائل و چی در گذشته اون رو چرا یاد رفت گفت که کمیاب بده که سوختم
باز میایم ولی سنگش به سینه میزنین که خامنه ای که فلانی و فلان مور ملخ ریختید به شبکه کریم ما شبکه دیگه زنگ زده روی هستیم که حالا به جان شما از اسرائیل حمایت میکنه. آقا اونا میگن که ما حرف ما این است، شما گفتین همه اگه فرض که شبکه‌های توحیدی هستن گفتن که ما میگیم که خداوند ظالم و ظالم مصروف ساخته، خداوند یارو مصروف بسازه که از بعدش ما سالم باید این داشتم کی از صهیونیسم حمایت که میان ولی این جنگ اسلام از جنگ کار کدام کفاره همین کار رقمی انجام میده، آمریکایی خیلی کار انجام میده، غربی نمیکنه. به خدا که یعنی یهود دیدیم اسرائیل بکشاش همین کار انجام نمیده. یعنی رژیم آخوندی که میام پرچمدار اسلام خودش هم میگیره کارا میکنه. آخه شما عقل دارین یا ندارین؟ شما میمون ملائکه خور ریختین که والا فلان جنگ کفر بود، جنگ فلانی بود، بفرمایید اینا تحویل بسیار گذارخواهی میکنم. تشکر از شما، زنده باشید. سلامت باشید. سلام. خداوند به شما عمر با ایمان و با عزت نصیب کنه. آمین. و نصیب شما. سلامت شما باشید. تعهد بستین هر موقفی بگیرین. ما اثبات میشه والا که هر موقفی باشه ما چون ما تعهد کردیم بدون اینکه خود در جریان باشه 2 سال 3 سال پیش تعهد کردیم با شما. از موقف شما حمایت میکنیم. بسیار تشکر. خداوند شما را عمر نصیب کنه. سلامت باشین. تشکر از شما. فقط یک نکته رو اصلاح بکنم برادر عزیز. از موقف من هیچ وقت در هر حالت دفاع نکنید، از حق دفاع کنید. محمد انصاری اگر حق گفت، از قال الله و قال رسول گفت، با دلیل و با برهان و با منطق گفت، قبول بکنید. در اونم اجباری نیست، اما اگر روزی حرف ناحق زد بزنید به دیوار. ما از ائمه بزرگوار اهل سنت، از امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد میگه هرگاه سخن ما، فتوای ما خلاف حدیث پیامبر بود، حدیث پیامبر رو بگیرید، حرف ما رو بزنید به دیوار. یکی از مشکلات تنظیم های ما همین است که شخصیت پرست نباشید و همیشه دعا هدایت بکنید، دعای حسن خاتمه بکنید برای من، برای خودتون. چه انسانهایی بودن، ما خیلی بهشون اعتقاد داشتیم، خیلی بهشون احترام داشتیم، در چشممون خیلی بزرگ بودن، در 12 روز افتادن به اسفل السافلین. چرا؟ حمایت از رژیم آخوندی مقارن با ایمان است، مقارن با اسلام است، با توحید است. این کسی که در فتنه نتونه منهج رو نگه داره، نتونه ایمان رو نگه داره، این است. همیشه برای من، برای خودتون، برای عزیزانتون دعای حسن خاتمه بکنید، چون انسان نمیدونه فردا در دام چه فتنه‌ای گرفتار میشه. حق گفتیم، با دلیل، با منطق، بر اساس قرآن و سنت قبول بکنید. اگر باطل گفتیم بزنید به دیوار. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید استاد انصاری عزیز. الله سبحانه و تعالی به شما جزای خیر بده. آمین. آمین. سلامت باشید. تشکر شما. من به عنوان کسی که در کشور ایران متولد شدم، یعنی کرد هستم، من از برادران افغانستان، من اینجا معذرت خواهی میکنم برای این توهین جسارت این جنایتکارانی که کشور ما رو به اسارت خود گرفتن. شما بزرگوارید برادر عزیز. زجری که ملت شریف کرد کشیدن، خاصتا کولبرایی که به خاطر یک لقمه نان حلال برای خانواده هاشون روزانه قربانی میدن، پدری که میره که یک لقمه نان برای فرزندانش بیاره، ناگهان با جسدش روبرو میشن. حالا جسدش پیدا بشه یا نشه. بفرمایید برادر عزیز. بله درست میکنه. یعنی اینکه من که کرد هستم، کسی که بلوچه، کسی که عربه، کسی که مازنیه، کسی که ترکمنه و لوره و آذریه در کشور ایران متاسفانه مورد ظلم و ستم این عده قلیل که پارس هستن، مجوس هستن و در لباس شیعه هستن مورد ظلم اونا قرار گرفتن و این من آرزوم اینه این رژیم نابود بشه، بلکه به لطف الله سبحانه و تعالی کشورهای همسایه ما نیست در امن و امان باشن. آمین. و در اصل امروز واقعا فقط عده قلیلی دوروبر این جنایتکاران موندن، همون کسانی که هنوز از کیسه این رژیم شیعه جنایتکار میخورن و از جمله کسانی که امروز میتونن این رژیم رو سرپا نگه دارن. متاسفانه علمایی هستن که اسمشون مسلمانه ولی واقعا خودفروخته و خودباخته هستن و
واقعا بر منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه این رژیم بهشون باج میده، مردم رو، مسلمانان رو گمراه میکنن، امید میدن به مردم که این رژیم به طرف اصلاحات رفته، که این فلان رئیس جمهور خوبه. من این سخنان رو خیلی تکرار میکنم چون که واقعا یکی از دلایل اصلی که تونسته این رژیم جنایتکار سر پا بمونه همین کسانی هستن که در لباس یک مسلمان مردم رو فریب میدن. مسلمانانی که واقعا میان کشور افغانستان سفر میکنن، مردم افغانستان با خوبی از اون استقبال میکنن، ولی از اون طرف از این رژیم جنایتکاری که بی احترامی میکنه به مردم افغانستان، اونا رو میکشه. واقعا باید این انسان شرمنده بشه، یعنی سرفکنده بشه وقتی که این میره این کشور با این احترام از اون استقبال میکنه، ولی از اون طرف در کشور خودش از جنایتکاران دفاع میکنه که سبب کشته شدن برادران همسایه ما میشن که مسلمان هستن. یعنی من مردم افغانستان رو اینجا دیدم در خارج و اونا واقعا مردم شریفی هستن، واقعا مردمی هستن که میتونی انسان بهشون پشت ببنده، قولشون قوله و اسلامشون واقعا اسلام خوبه. من واقعا خیلی دوستشون دارم، اینو بدون تعارف برمی میکنم. مسلمانی مردم افغانستان واقعا مسلمانی خوبه، اهل نماز هستن، اهل مسجد هستن. خلاصه اینم خواستم خدمتتون عرض کنم که منم واقعا از این رژیم جنایتکار خیر و خوشی ندیدم به عنوان یک کرد که در کشور ایران متولد شدم. یعنی با ما این چنین رفتار میکنن. حالا شما که اونجا میایید مهمان هستید یا مهاجر هستید به هر دلیلی، واقعا این رژیم اینطور نبایستی بکنه که با شما اینطور رفتار بکنه و شما حق خودتونه، هر طور میتونید در برابر ظلم و فساد این رژیم جنایتکار مقابله بکنید. خب بیشتر از این وقتتون تشکر از شما برادر، زنده باشید. ممنون از فرصتی که به من دادید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام جناب استاد محترم. سلامت باشید، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد محترم در یک مورد سوال میکردم که یعنی دو تا نفر مسلمان که هستن. بله. دیگه نماز هم نمیخونن، دیگه گدایی دیده میخونی آدم میان، میشه که اینو رد کنیم؟ والله ببینید، اگر که کمک کردن به یک انسان محتاج، اولا که ما این رو به دین و به مذهب و به این چیزا یعنی ربطش ندیم. یک مشکلی داره، واقعا انسان محتاجی است، ولی اینکه کافر باشه. شما میدونید یکی از مصارف زکات برای کیا هست؟ برای کفار است. کفاری که امید می رود که اینها مسلمان بشن. شما در کنار کمک به این شخص، مثلا آمد وقت نماز ظهر بود در خانه شما، کمک خواست، شما ازش دعوت بکنید، در مهمانخانه ببرید، بگید بیا برادر وضو بگیر، مثلا با هم نماز ظهر رو با هم جماعت بخونیم، بعد از اون اگر چیزی بود به شما کمک میکنم. این رفتار شما، این برخورد شما شاید سبب بشه که طرف رو به نماز بیاره، رو به یعنی احکام دین بیاره. ما یعنی در صورتی که یک انسان مستحق و انسانی که نیاز داره در مقابل ما قرار میگیره، نباید این چیزا رو ملاک قرار بدیم که والا اگر مسلمان است بهش کمک میکنیم، اگر کافر است بذاره گرسنگی بمیره. نه، این وظیفه ما نیست. شما کمکتون رو بکنید و جاسوسی هم نکنیم در این که والا فلانی نماز میخوانه نمیخوانه، چیکار میکنه چیکار نمیکنه. منتها اگر در همراه با کمک کردن دعوت بکنید به نماز، مسائل دینی رو براش بیان بکنید، چه بهتر. با تشکر. تشکر از شما. دیگه یک رقم حیوانات هست در این مناطق دوردست، اونا به شغال میگن اینا. در وقتی از آن زیاد جیغ جیغ میکنن، از ملاها پرسن که بعضی میگن کشتار اینا جواز داره، بعضی میگن نداره. نه، جواز نداره، هرگز جواز نداره. کشتن حیوانات بیگناه یعنی چی؟ کجا جواز داره؟ کجا گفته که جواز داره؟
مادامی که به انسان ضرری به شما حمله نکرده باشه چرا باید بکشی؟ بعضی از ملاها میگن اینا در وقتی از آن که زیاد جیغ میکنن سر صدا میکنن اینا رو بکشین، بعضی ها میگن نکشین. نه اصلا کشتن حیوانی که مثلا خطری احساس نشه از اون اصلا جایز نیست. تشکر شما. دیگه در مورد همون چیزی که پرسان میکنم که یک کلام چیزی بی ارزش اندازه یک قلم دهی پنجی استدی که از راه یعنی بازار عام آدم پیدا میکنی، این بعضی ملاها میگن کاملا مطلق حرام بادم. ببینید چیزی که حق انسان نباشه به اندازه یک مثقال ذره‌ای هم باشه و بزرگتر از اون باشه کوچکتر از اون باشه، انسان نباید که اون رو جز مال خود حساب بکنه و بگیره. و مثقال ذره خیر یره و مثقال ذره شر یره. با تشکر فراوان استاد محترم. سلامت باشید برادر عزیز، زنده باشید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما از تاجیکستان هستیم. میخواستیم فهمیم برای چی شما حالا با حرفای کلیکی نمی نویسین. ما پیشتر داخل میشدیم. بله. در تگ نوارهایتان. ببینید ما یک صفحه ویژه‌ای داریم برای عزیزان تاجیک. دوستان اگر لینکش رو بگذارن اینجا در بخش فارسی بگذارن، شما از طریق اون صفحه اگر متابعت بکنید سوالات شما رو به خط تاجیکی جواب میدن دوستان. برای که برای ما خیلی حاضر مشکل است. درست. برای همین خوب است. عزیزان میخواستم حال دیگر هم دیم. بفرمایید. ما در همین طرفای اروپا بله اروپا قرار داریم و در اینجا یک مسجدی هست که مسجد جمعه خونی. بله. یک خطیب هست که با روسی گپ میزند، با انگلیسی گپ میزند، بر اما با عربی گپ زدن نمیتواند. یگون کلمه های عربی که هست در کاغذ نویسنده گپ میزند. ما میتوانیم هر نماز جمعه رفته از پس اون بله هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. از روی ورق خواندن روی ورق نخواندن تأثیری نداره در خطبه. بالعکس کسی که چه کلمه میگویم با ما اون سخنی عربی گفتن نمیتواند. یعنی عربی خوانده نمیتواند؟ بله. اشکالی ندارد. اگر غیر از او کسی دیگری نیست که بتواند خطبه بگوید اشکالی ندارد. اما اگر سوره فاتحه رو غلط میخواند، در اون صورت نماز خواندن پشت سر همچین شخص جایز نیست. چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که نماز قبول نمی شود مگر با سوره فاتحه. یعنی سوره فاتحه از جمله واجبات است. بله و فرض است خواندن سوره فاتحه. کسی که سوره فاتحه رو غلط بخواند پشت سر اون نماز نخوانید. اما اگر سوره فاتحه رو صحیح میخواند و غیر از او کسی دیگر نیست که امامت بکند، اشکالی نیست که پشتش نماز بخوانید. بله استاد عزیزی، یک سوال دیگر داشتیم. سوال دیگر رو اگر در بخش تاجیکی بپرسید انشالله برادرم پاسخ میدن. تشکر از شما برادر است. تشکر از شما. سلامت. زنده باشید. سلام علیکم. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید برادر عزیز، لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید. علیکم السلام. بفرمایید برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده و سلامت باشین جناب استاد انصاری. همیشه من برنامه‌تون رو تعقیب می‌کردم راجع به طرفداری از یکی جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی میگم از چی دفاع میکنه غیر از یک جماعت زیاد تعریف گپا رو همین جماعت سوکه افغانستان میکنن که جمهوری اسلامی از چی دفاع میکنن در صورتی که تمام دنیا معلوم است نسبت به افغانستان، نسبت به سوریه، نسبت به غزه تاثیر جمهوری اسلامی است. درست برادر. تشکر از شما. بدبختی. سلام علیکم. زنده باشید. سلامت باشین برادر عزیز. تشکر از شما. دوست داشتیم بیشتر صحبت شما رو گوش کنم. خط تلفن شما مشکل داشت اینترنتتون دوست عزیز. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام ادب احترام دارم خدمت معتاد گرامی. امیدوارم صدا داشته باشی. بفرمایید صداتون رو داریم. خدمت شما بگم این برنامه قبلی میتونم من نگاه میکردم از دست اخوان المسلمین دوست عزیز اینترنت شما مشکل داره. بله اینترنتتون مثل این که مشکل داره. اگر جاتون رو عوض بکنید که صدای شما رو واضح داشته باشیم. الو؟ والله متاسفانه اینترنتتون مشکل داره دوست عزیز. دوستانی که از طریق اینترنت تماس میگیرن لطفاً جای وایسید که آنتن بده. دوست عزیز سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. تشکر از شما. سوال انصاری هستین شما؟ بله صدای شما داره پخش میشه بفرمایید. سلامت باشید. تشکر از شما. استاد محترم امیال فعلا که یعنی شما بحثی که میکنید این برنامه با ثبت شده به نظرم لایک نیست نه؟ لایف است دوست عزیز. شما متاسفانه عزیزان ما از طریق تلویزیون صدای ما رو میشنون و این مشکل ایجاد میشه. لطفاً موقعی که تماستون برقرار میشه صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید چون با تأخیر از طریق تلویزیون صدا میشه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد محترم اول تشکر میکنم از شما که با حق هستین و حق را همیشه بیان میکنین. و دوم در مورد مهاجرین که در اردوگاه‌های افغانستان، اردوگاه‌های ایران و زندان‌های ایران و پاسگاه‌های ایران، من خودم یکی از آوارگانی هستم که از ایران آمدیم اما چنان یک ظلم بالای مهاجرین افغانی انجام میدن که اسرائیل بالای فلسطینی‌ها انجام نمیده. اما این به رسانه‌ها یعنی کاس نمیکنه. رسانه‌ها مثلا برای مردم جهان نشان بدن که یک کشوری که به نام اسلام است و خودش به نام اسلام دفاع میکنه و هیچ گونه یعنی قانون و شرایط اسلام بالای مسلمان ها تطبیق نمیکنه و ظلم بسیار زیادی انجام میده و این اصلا در رسانه ها نشر نمیشه. یعنی یک نمونه مثالی که فعلا در بعضی رسانه ها انعکاس میکنه که ایران چنین ظلمی میکنه و ظلم گسترشی که بسیار زیادی انجام میده در اردوگاه ها هست و در زندان است، در پاسگاه است، اون اصلا برای مردم نشان داده نمیشه. درست. و خدا شما در پناه خود نگاه کنه که همیشه حق بیان میکنین و از حق دفاع میکنین. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر از شما. تشکر از شما. خدا نگهدار. بله سلام علیکم بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. شبکه جهانی تلویزیون نور است. بفرمایید. میخواستم با استاد انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. با استاد انصاری است؟ والا دوست عزیز، شما دارید وقت خودتون رو تلف میکنید. اینجا تماس مستقیم است، یعنی میخواستم درباره ایران صحبت کنم. خودم چند بار قبل رفته بودم، خیلی رفتارهای عجیب و غریبی با مهاجرین میکرد و قبلا سال 1401 رفته بودیم دیگه، اونجا پاسپورت هم داشتیم و خیلی رفتار عجیب و غریب میکرد. بعد پاسپورت ما اونجا گم شد و خب بالاخره آمدیم چیز خودمون برگشت. از ما خیلی پول بیشتری گرفت و بالاخره خیلی اذیت میکرد. با رستورانتای ما رو برد دیگه، پولی اصلا بخوری هم وزید پول میگرفت و نخوری هم خیلی اذیت آزاری میداد دیگه. چند بار اونجا رفتیم، بالاخره جای خوبی نیست دیگه. چیزی که میگن کار کردیم خود پول ما ماند و رفتارای عجیب و غریب. تا کارش بنده باید خوب رفتار میکنه، کارش که تمام شد دیگه هیچ، اصلا بی خیال دیگه. خلاصه درست. از این صحبتایی که شما میگین کلا همش درسته، راسته دیگه. کلا ظاهرش یه چیزی و باطنش دیگه چیزی دیگه هست. درست. آره. تشکر از شما برادر. همین می‌خواستم خداوند جوانی شما نصیب. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. استاد محترم خوب هستین؟ جام تاجر بخیر، خیریت، سلامت. سلامت باشین، زنده باشید. تشکر از شما. استاد محترم میشه؟ بله بله، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. استاد محترم شما میگه درباره امی ایران گپ میزنید، میگه اگر چی ما که امی ظلم که ایرانی‌ها میکنن در که مهاجرین ما طرفدارش نیستیم. فهمیدین استاد محترم؟ بله. ما تنها زمین نیستیم، ولیکن اینمیال اگر واقعا که فکر کنید بیرقدار اسلام اینمیال فعلا اول جمهوری اسلامی ایران است، فهمیدی کونمود بیرق اسلام بالا گرفته. اگر در کشورهای عربی برسن مثل که ترامپ آمدن، فهمیدی رقص موی در عربی، کشورهای عربی مثلا امارات برشان رقص موی که دخترای خود کشید. صوفی صاحب گوش کن یک لحظه شعار نده گوش کن دوست عزیز، حال مقال نکن. یک جبهه را نشان بده که امروز ایران با دشمنان اسلام در اونجا درگیر است. ما جبهه را برای نشان بدیم که امی کجاست الان؟ در کجا درگیر است؟ در غزه ایران جنگ میکنه؟ بابا جان، دوست عزیز یک لحظه شما رو خداوند عقل بهتان داده یا شعور دادش به شما یا نداده؟ گوش کن. زمانی که مجاهدین افغانستان با روسا جنگ میکردن، سلاح رو به مجاهدین کی میداد؟ جمهوری اسلامی ایران میدادن. با مجاهدین افغانستان ایران میداد؟ دوست عزیز ایران خودش درگیر جنگ با عراق بود. یک لحظه، شما در اون وقت مثل این که به دنیا نیومده هنوز، یاد شکم مادرتون بودید. سلاح رو به مجاهدین افغانستان، استینگر رو به مجاهدین افغانستان، موشک‌های ضد هواپیما رو به مجاهدین افغانستان آمریکا میداد. درست است؟ خب الان آمریکا خوب است؟ آشی روی نمی کنم دوست عزیز، بیننده گرامی. یک لحظه شما جماعت یک مرض ضد عربیت دارید. یک لحظه گوش کن. مرض ضد عربیت الان، یا دوست عزیز الان در غزه ایرانی‌ها می جنگند یا عرب‌های فلسطینی می جنگند؟ کی می جنگه؟ جواب خدا کنه سلاحش هر کس بده. دوست عزیز
میده. امارات و عربستان چی میده برشان که آمدن برشان دختران خود برشان میکشن رقص مویی میکنن پیشان. یعنی یک ذره وجدان خود ما شما باید به کار اندازیم. ولی در برابر ما دوست عزیز شما یک لحظه الان خالد مشعل رو میشناسید کی است؟ خالد مشعل رئیس رهبر چیز بود، حماس بود، بعدش رئیس میشناسید. خب خالد مشعل در مورد کمک‌های ایران به حماس چی گفته شنیدید؟ بله اونم شنیدیم. ولی چی گفته؟ یک لحظه گفتگو بکنیم برای چی گفته در اونجا؟ گفته ایران برای چی کمک میکنه به ما؟ خالد مشعل به خاطر از زمین فامیلی از زیادتر کمک خود از قطر میگرفتن. یحیی سینواری شاه هم که بودن مقام خود بابا جان خالد مشعل رئیس کمیته سیاسی حماس در خارج از فلسطین است. یعنی رئیس حماس در خارج از فلسطین خالد مشعل است. خالد مشعل در مورد کمک‌های ایران به حماس چی گفته؟ شما میتونید اون رو به من بگید؟ یک لحظه دوست عزیز الان شما شنیدید که خالد مشعل در مورد کمک‌های ایران به حماس چی گفته؟ خجالت میکشید که بگید؟ نمیکشم خجالت. خب بگویید که چرا؟ پس بگویید که چرا؟ دوست عزیز کدام بیرق اسلام در طول 45 سال حکومت ایران یک لحظه دوست عزیز در مدت 45 سال حکومت ایران یک کاری که به نفع اسلام و مسلمین کرده بگید؟ اما کاری که به نفع مسلمین کرده همه حماس رو نگاه کرده که اسرائیل با او بابا جان خالد مشعل در مورد هدف کمک‌های ایران به حماس چی گفته؟ چرا نمیگید؟ منافع کشور خود میسنجم. آفرین، پس به خاطر منافع کشورش کرده، به خاطر اسلام نکرده؟ چرا؟ اول گوش کو، اگر اسلام نباشه، مثلا اسلام نباشه میتونست که افراطیای یهود خود اسرائیل هم میتونست که کنه. دوست عزیز من به شما میپرسم که در طول 45 سال نظام جمهوری اسلامی چه خدمتی برای اسلام و مسلمان ها در جهان کرده؟ امپراتوری شوروی را فامیلی از هم پاشان، فامیلی حمایت کرد که خمینی گفت بعد از 20 سال کمونیست فامیلی این سیستم در موزیم ها. خب یک لحظه، شما به اندازه وطن فروش هستید که ملتتان 1.5 میلیون شهید داد. یک لحظه ملتتان 1.5 میلیون شهید داد، بعد تو میگی که ایران شوروی رو شکست داد؟ یک کمی عقل، یک کمی منطق. بابا جان همین وطن فروشی هم یک حد داره، بی غیرتی و بی وجدانی هم یک حد داره. شما دیگه تحت صفر رفتید. ملت افغانستان 1.5 میلیون شهید داده، اتحاد جماهیر شوروی رو شکست داد، میگه که خمینی شکست داد. عقل و منطق شما کجاست؟ برو بابا برو حوصله اینا رو ندارم به خدا. عجب حرفای احمقانه ای میزنه. این نظر خالد مشعل در مورد، ببینید گوش کنید. لماذا لا تدعموننا؟ قال لا نستطيع. قال بس ایران تستفيد. قال معقول ایران تدعمكم مجانا؟ قلت لا ليس مجانا. میگه که این آقا خالد مشعل است، رئیس دفتر سیاسی حماس. میگه که ایران میگه ما رو مجانی مفت کمک نمیکنه. وش كان الثمن؟ خليكم قال لي على في ثمن، قلت في ثمن. در مقابل چه بهای ایران شما رو کمک میکنه؟ بس الثمن مش من قراراتنا. وقالوا ليش؟ كنت الثمن 80. به خاطر دو چیز ما رو کمک میکنه. الثمن الاول ایران عندما تدعم حماس الفلسطینیه السنیه بالتعبير الديني، میگه وقتی که حماس یک گروه فلسطینی عربی سنی رو کمک میکنه، هي هذا يجمل صورتها افضل في العالم العربي لمعظم سني. در مقابل اهل سنت چهره خوبی از خودش به نمایش میگذاره. والثانية أنها أمام الغرب تقول لهم أنا علاقتي مع حماس قوية.
و وقتی که سر میز مذاکره با غرب می نشینه میگه اختیار حماس دست من است، من بهشون کمک میکنم، الان چی میخواهید از ما؟ مثل که با حزب الله کرد، حزب الله رو فروخت، با حماس کرد، حماس هم فروخت. الان کجاست؟ من این انسانی که من گاهی اوقات دوستان میگن در مقابل همچین انسانایی چرا تند هستی؟ باور کنید انسانی که از این کثافت ها حمایت بکنه، از او کرده انسان بی غیرت پیدا نمیشه، از او کرده انسان دیوس پیدا نمیشه که این همه مسلمان در عراق، در سوریه به خاک و خون کشیده شد توسط این رژیم و تو جانور امروز می از این حمایت میکنی. 1.5 میلیون افغانی در مقابل جهاد با اتحاد جماهیر شوروی به شهادت میرسه، یک کثافت میاد میگه که آقا خمینی بوده که شکست داده. یعنی عقل و منطقتون کجاست شما رو؟ حماس هم فروخت، الان چرا کمک نمیکنه؟ فروخت حماسو. سر میز مذاکره در عمان که نشستن، من مشکل اینا این است که مشکل این مزدورای رافضی حکومت آخوندی این است که اینا نمیخونن. شما برید در بین اسناد ویکیلیکس که نشر شد بعد از 2003 ایران سر میز مذاکره با آمریکا نشست، گفت آقا ما اسرائیل هم به رسمیت میشناسیم، حماس، حزب الله، نمیدونم حوثی‌ها، همه اینا رو قربان میکنیم، چی میخواید از ما؟ اونام شرایطشون رو فرستادن، اینام شرایطشون این بود که به ما اجازه بدید سلاح هسته‌ای داشته باشیم، این داشته باشیم. جور نیومدن والا گلم همه عالم اسلام جمع کرده بودن. الله متعال نخواست. ماذا تريدون من فلسطين؟ انا جاهز. میگه ایران وقتی که سر میز مذاکره میشینه به غرب میگه که از فلسطین چی میخواید؟ من هستم. به خاطر خدا که کمک نمیکنه. قلت اسمح لي فابتسم المسؤول العربي، قلت ايش رايك انتم تفعلون مع الغرب؟ قلت انا مع، وهذه على فكره قلتها مع سابقا وفي الاشهر الماضيه زرت عدد من الزعماء العرب، قلت له يا فلان يا صاحب المسؤوليه الفلانيه، ما عنديش مانع تروح للغرب والشرق وتقول لهم فلسطين نستطيع نتفاهم مع حماس ومع فتح، مش مع حماس وحدها، مع حماس ومع فتح ومع كل. میگه که کشورهای عربی هم این کارو بکنن، برن با غرب مذاکره بکنن. یک فرقی که هست، من نمیخوام از کشورهای عربی دفاع بکنم، از این سران خائنی که اسلام و مسلمانان رو به خاک ذلت، از این نمیخوام حمایت بکنم، اما یک فرقی بین اونها و بین رژیم آخوندی است. اونها منافق نیستن، اینا منافقن. اینا شعار یک چیزی میدن، عمل کار دیگری میکنن. اونا شعارشون با عملشون یکی است. فاسق هستن، فاجر هستن، خائن هستن، نوکر هستن، علنی هستن. مثل شما پنهانی نیستن. این مشکل این جماعت، نمیدونم عقل اینها رو خداوند گرفته، تفکر اینها رو گرفته، کی اینا سر عقل میان؟ یعنی در روز روشن بیاد کسی بیاد آفتاب رو انکار بکنه. خب دوستان عزیز، با این تماس منحوس به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی به همه ما بصیرت عطا بکنه. بصیرت که نباشه این میشه وضعیت اینها. من فقط یک مطلب رو اینجا دوستان عزیز نشون بدم، چون این اگر نشون ندم، این یک سایت رسمی تو ایران است. خب دبیر کل حزب الله ایران، ایشون در یک مصاحبه‌ای که در سال 1386، ما جالب است که من گاهی اوقات اینطور مسائل رو که ببینم عکس میگیرم، چون اینو بعد پاکش میکنن. آقای حجت الاسلام سید محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، یک مصاحبه‌ای داره با یک سایت رسمی در داخل ایران. در قسمت از این مصاحبه دوستان، اینجا خدمتون این رو نشون بدم. وی افزود: این همه از سازمان‌های آزادی بخش حمایت کرده ایم، اما چه نتیجه‌ای برای ما داشته است؟ اگر به فلسطین کمک می‌کنیم باید بدانیم فلسطین باید در طریق اهل بیت باشد و اگر در طریق اهل بیت نباشد یعنی چی؟ یعنی اگر شیعه نباشد چه فرقی با اسرائیل می‌کند؟ سنی احمقی که تو فریب خوردی میگه که ما به خاطر این به فلسطین کمک میکنیم که شیعه باشن، شیعه بشن. اگر شیعه نشن فرقی با اسرائیل ندارند
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان